گفتم عزیز من، همین که وارد در پارکینگ میشی اونجا زده جایگاه مدیر عامل لطفا پارک نکنید، یعنی ما مهمیم، مشتری اصلا مهم نیست. تابلوی پارکینگ تو داره میگه تو کی هستی، ولی کسی سوال نمیکنه که مثلا چرا یک کارمند ساده یا در یک اداره چجوری در فلان منطقه کشور صاحب خونه شده. خیابون سن خوزه تا پالو آلتو که اسمو گذاشتن سیلیکون ولی، چون بعضی دنبال دره میگردن، دره در کار نیست اینجا. خیابونی که خیلی از این شرکت‌های بزرگ استارتاپی اونجا، هیچ صدای گلوله‌ای نشنیدم که بسیار نترسیده باشه. این فرمانده ما خوبی بود گفتش که تو واقعا موجب وهن بسیجی بود، 2 ساعت میخوام بریم پیاده روی، برای 2 روز غذا نداشتی، گفتم گم میشیم فلان. خیلی محتاط بودم. میایم جشنواره درست میکنیم، به برترین شرکت ایرانی جایزه میدیم که همین میدن مثلا حالش خوب نیست، خودروسازا رو میاریم آقا جایزه تعالی، جایزه‌ای که با تاش میگیم آقا چرا توهم داریم. دنیایی که اینستاگرام توش پرچم داره و سردم داره، اساسا این مجال ها رو داره از تو به عنوان یک انسان میگیری. از یه عالمه چیز لذت بردی که بعضیاشو مغزت بهت گفته بعد لذت ببری. چرا؟ چون 10 میلیون فالوور داره، اگه تو از این خوشت نمیاد مشکل از توئه، وگرنه مردم 10 میلیون دیوانه که وجود دارن. که دوستان بیا مقدار راجع به پدر مرحومتون ما صحبت کنیم. میگه به میزانی که ضعیفا رو تحویل میگیری قوی، به میزانی که فقط قوی‌ها رو تحویل میگیری ضعیفی. قوی باش بابا جان. لحظه داخلش دقیقاً یادم که من یه لیوان به هم بده، من رفتم بیارم، بعد گرفت یه ذره‌شو خورد. گفتم پس تشنه‌تون نبود؟ گفت دیگه ولش کن. وقت داریم. گفتگو با اهالی ایرانمال. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر نظری سلام، ممنون که توی این گفتگو شرکت کردید. سلام، روز شما بخیر، در خدمتتون هستم. قبل از مصاحبه هم گفتم من یه 2 ساعتی صحبت‌های ارزشمند شما رو در یک گفتگوی به نظرم گفتگوی خوب و جالبی هم بود گوش کردم و راستش خیلی ذوق دارم که زودتر مصاحبه رو شروع کنیم. از این نظر که ویژگی‌های خیلی جالبی تو شما پیدا میشه. شما هم تجربه حضور تو کربلای 5 دارین، هم تو سیلیکون ولی، هم کشتی و بوکس و به عنوان ورزش دیگه، حالا ورزش‌های نمیگم حرفه‌ای ولی تقریبا میشه گفت حتی حرفه‌ای دنبال کردیم، ولی علاقتون و به قول خودتون فانتون و سرگرمیتون و اوقات فراغتون بخش قابل توجهش با شعر خوندن و حتی شعر نوشتن میگذره. مربی توسعه فردی که یه به هر حال گرایش رو به افزایش تو کشورمون و حتما هم دوست دارم راجبش صحبت کنیم هستین و تو این فضاها خیلی بالاخره کار میکنید و در این حال یک کار منظم روزانه‌تون ختم قرآن. با یه همچین شخصیتی آدم اولین سوالی که دوست داره، من حداقل دوست دارم حرف بزنم راجبش، راجب زندگیه و اینکه زندگی چیه. 2 تا بیت ماهاست ذهن منو مشغول کرده، اگه حافظم یاری کنه و جلوی دوربین اشتباه نخونم. دفتر اول مثنوی: جان همه روز از لگدکوب خیال و از زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. من اسم این مجموعه گفتگوامو گذاشتم وقت داریم به همین اعتبار. انگار همه چیز دست به دست هم داده که اصلا وقت برای هیچی نداشته باشیم، حتی برای زندگی کردن وقت نداشته باشیم. یه خورده دوست دارم انگار داریم زندگی نمی‌کنیم، یه خورده راجع به این صحبت کنید که زندگی رو کجاها، تو کدوم گوشه از لحظاتتون دارید پیدا می‌کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از دعوت شما و لذت بخش گفتگو با فریخته مثل شما. امیدوارم خروجایی هم که از این گفتگوها که میدونم زنجیروار و با افراد مختلفه بتونه توی در واقع اکتشاف جنبه‌های مختلف از زندگی مفید باشه و مخاطبین که این برنامه‌ها دارن بتونن بخشای مفیدش رو استفاده بکنن.
چون اصلا زیست بوم یا بشر یا همه موجود زنده اینجوری خلق شدن، یه ورودی باید داشته باشن، بخشای مفیدی ازش رو برمی‌دارن و حتما یه خروجی. خدا اینجوری انسان رو خلق نکرده که همه چی مثلا ورودی باشه بدون خروجی. همه موجود زنده همینجوریه. ما سیستم جذب داریم، یک سیستم دفع. هر کدومش هم درست عمل نکنه ما دچار عدم تعادل و بیماری میشیم. فکر میکنم برای حتی حوزه تشخیص و انتخاب هم همینطوره. ما همه چیز رو باید بشنویم، حالا احسنش رو انتخاب کنیم. خیلی چیزا رو میخوریم ولی بدنمون انتخاب میکنه که چه چیزاشو جذب کنه، چیزاشو دفع کنه. فکر کنم حوزه اندیشه هم همینطوره. بنابراین پیش از اینکه وارد گفتگوی جدی بشیم با همین توصیه شروع میکنم. من خیلی حرف خواهم زد در این گفتگو، ولی مخاطبه که به تناسب آن چیزی که برداشتی که از زندگیش داره بخشایش رو باید برداره، براش مفید خواهد بود و بخشش هم باید دفع کنه، چون الزاما چیزی که برای کسی مفیده برای کسی دیگری مفید نیست. ما باید برسیم به آن کمالی که در وجود خودمون به ودیعه گذاشته باری تعالی. ما قرار نیست به هم تبدیل بشیم، ما قراره به خود کمال یافتمون تبدیل بشیم. و همین دلیلی که پیامبران، راهنمایان، افرادی که اعزام میشن همه در تلاشن که انسان برسد به آن چیزی که توسط خودش به دست میاره، نه به جبر، نه به زور، نه به تقلید، نه به هر چیز دیگه. لطف کردید منو معرفی کردید. شاید خلاصش بشه این که هیچ اگر سایه پذیرد منم آن سایه هیچ، که نه از هیچ نشانی است و نه از سایه هیچ. خبری نیست. اینا جنبه‌های مختلف زندگی هستند. ورزش هست، ادبیات هست، یه سری از موضوعات هستن که زیرساخت یه سری موضوعات دیگه هم. اگر آدم با خودش به توافق و تفاهم نرسه همه اینا میشه زجر. اگر هم به توافق و تفاهم برسیم همش میشه تفریح یا بخشی از زندگی. بعضیا میگن تو اینقدر کار کردی کی وقت کردی زندگی کنی، یا بعضیا میگن تو اینقدر لذت بردی کی وقت کردی کار کنی. ولی اگر من سوال میکردن که اینا همیشه با هم تو امان بوده، من کار کردنم لذت بردم و زندگی کردم، لابلای زندگیم کار کردم، و خیلی واضحه دیگه وقتی که شما کار و زندگیت بر هم عیاق میشه، به یگانگی میرسه، بهره وریت به اوج میرسه. 16 ساعت در روز لذت بردی، این باعث شادابیت میشه. 16 ساعت در روز کار کردی و این باعث توسعه حالا فردیت یا شغلیت میشه. زمانی انسان دچار عدم انطباق یا رشد نیافتگی میشه که اینا رو از هم تفکیک میکنه. میگه خیلی خوب کارم تموم شد، زندگی کنم. زندگی مثلا چه میدونم تفریح کافیه برم کار کنم. خب اینا رو اگه هی بخواد تفکیک کنی خیلی سخت میشه. ولی آگاهی رنج میاره. این رنجام به آدمو اذیت میکنه دیگه. خب ما برای این به دنیا آمدیم دیگه، یعنی شدنی نیست. رنج رو باید بهش نگاه کنید که آیا این قرار عامل رشد باشه یا نه. مرحوم شهریار یه دو بیتی داره، من وقت حالم بد میشه برای خودم میخونم. چیه؟ میگه مرد از قبل حادثه راهی بگشاید، نامرد به خویش و دگران عرصه کند تنگ. ای غم چه فسونی که تو چون تیغ کنی تیز، مرد از تو خورد صیقل و نامرد زند زنگ. رنج و درد مال صیقلی شدنه، مال محکم‌تر شدنه، مال فرسوده شدن و زنگ زدن نیست. کافی آدم اینجوری نگاه کنه که الان یک فرصتی به وجود اومده من رشد کنم. حتی ما بچه بودیم اینجوری بود. من یادم خیلی کوچیک بودم، مثلا پادرد که میشدم ناله میکردم، بعد مادر بزرگم خدای مرد میاد بالا سرم میگفت آی قربونش برم داره قد میکشه. بعد من موقع نمیفهمیدم، گفتم خدای من دارم درد میکشم، مادر بزرگم چرا اصطلاحا شادی میکنه یا، ولی اون میدونست که رشد کردن درد داره. و تو ما هنوزم فکر کنم دارم قد میکشم. آره دارم قد میکشم. آره حالا یه جای دیگه آدم ارتفاع نمیگیره، اوج میگیره. دو تا با هم فرق دارن دیگه. حالا موقعی که بچه‌تر بودیم ارتفاع میگرفتیم، قدمون دراز میشد. حالا ان شاء الله دیگه الان باید بریم درد اوج گرفتن رو بکشیم. رنجاتون از چه جنسیه؟ میخوام ببینم که چون حالا راجع به لذتام صحبت می‌کنیم، ولی خب چون خودتون بحث یعنی موردین به این سمت، میخوام ببینم که کجاها بالاخره یه جاهای اون لحظات آخری که آدم داره میخوابه یه سختیایی میکشه دیگه. به خصوص گفتم آگاهی، شما قطعا بهتر از من میدونید هر چقدر انسان از نعمت آگاهی بهره مند باشه، نعمت حکمت بهره مند باشه، سختی و رنج متعاقبی داره. جنسش چجوریه؟ به چیا فکر می‌کنید؟ چیا داره الان شما رو در این روزگار اذیت میکنه؟ ببین قیاس که نمیشه کرد، ولی چرا باری تعالی به رسول اکرم فرمود لعلک باخ و نفسک،
باخع شدن که اوج سینه دریده شدن از شدت ناراحتی است، چرا به وجود نازنین ایشون عارض میشه؟ چون اینقدر که حقیقت براش روشنه، مسیر براش روشنه و اینقدر که نفهمیدن سایرین رنج میکشه و اونم نه بابت خودش، بابت خودش. یعنی وقتی که میگن بیشترین رنج رو پیامبر اعظم زمانی میکشید که کسی رو در هدایتش میکوشید و او نمیفهمید و وقتی او ازش دور میشد حالتی بهش دست میداد که مادرانی که فرزندشون رو جلوشون زنده به گور میکردن بهشون دست میداد. یعنی انقدر ایشون مهربان بود، انقدر اهل خلق بود، انقدر میفهمید که مسیر طرف اشتباهه که واقع میشد. یعنی اصلا انگار که داره قفسه سینه‌اش میتره که اصلا والا تفاسیر مختلف ولی میگن که عمر کوتاه نازنین ایشون اصلا میگن یکی از دلایلش این وحشتناک قصه‌ای بود که بر امتش خورد و اون تلاشی که در این مسیر کرد، وگرنه 63 سال اصلا سن محسوب نمیشه برای این بزرگوار در بخصوص بین پیامبران. با اون سبک زندگی سالم. آره با اون سبک زندگی سالم. حالا اون که دست خدا سعی میدنی، ولی ببینید رنج کشیدن یا ناراحت شدن زمانی است که شما میگه که الگوی زندگی برای خود انتخاب میکنی، به یه سری چارچوبای ارزشی واقف میشی، سعی میکنی سبک زندگی، تربیت فرزندان، تربیت شاگردان، مدیریت کارکنان رو برش بنیان بگذاری، ولی زیست بوم با تو همکاری نمیکنه. یعنی این گونه که مثلا شما میاد تلاش میکنی بگی آقا صداقت بسیار مهمه، نگاه کنه زیست بوم از تو دروغ میطلبه. حتی من مثال شما بزنم، ما در جمهوری اسلامی ایران خود سری مشکلات پایه‌ای داریم. مثلا نظام بانکی ما یه جوری طراحی شده مبتنی که باید دروغ بگی بتونی وام بگیری، مبتنی بر صداقت بتونی کسی وام نمیده. مثلا من الان رفتم بانک بهش گفتم آقا من یه 2 ماه نیاز مثلا به یه همچین منابعی دارم چون حقوق کارمندان عقب افتاده. ما خودشون دانشجو ما بوده، دوستان بوده، گفته باشه برو 3 تا فاکتور مثلا خرید تجهیزات کامپیوتری بیار. گفتم آقا نمیخوام کامپیوتر بخرم. آقا نمیشه، یا بیارم فاکتور بازسازی خونه بیار. گفتم آقا خونه نمیخوام بازسازی بکنم. گفتم میدونم. گفتم آقا اگه میدونی منم میدونم، رئیسم میدونه، ما 3 نفر میفهمن تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. ما الان باید سر دروغ با هم تعاون کنیم، یعنی با هم همکاری کنیم که یک دروغی ببافیم تا بشه منابع تامین کرد. نمیشه من راستشو بگم شما راستشو منتقل کنی و مبتنی بر این راست من منابعی رو بگیرم. عذرخواهی میکنم واسش آیین‌نامه‌ای ندارم. خب این به شما فشار میاره، رنج میکشی در برابر اینکه من این پول رو احتیاج دارم ولی الان راه گرفتنش نوعی از دروغه. بیا برو پیش فاکتوری یه چیزی درست کن الکی که چی بشه آخه. چرا نمیتونم راست بگم؟ چرا نمیذارید راست بگم؟ چرا نمیخواهید راست بگم؟ چرا راستی مشتری ندارد؟ بعد میرید جلوتر میبینید که میخواید چه میدونم به یه چیزایی بها بدید، اون زیستبوم دوباره باز بها نمید. فرزند وقتی که دارایی میشه اولویت مثلا رشد یافتگی یا توسعه یافتگی، مثلا ممکنه تو محیط دانشگاه یا محیط کاری بگم فلانی بی‌عرضه است، هنوز مستاجره، فلانی بی‌عرضه است، ماشینش اینه. ولی کسی سوال نمیکنه که مثلا چرا یک کارمند ساده یا در یک اداره چجوری در فلان منطقه کشور صاحب خونه شده، این که الان مثلا با حقوق آتومانی در فلان سازمان کار میکنه چجوری ماشین لوکس سواره. اون خیلی مثل که باعث تعجب نیست. شما به تقدیر اعتقاد دارین؟ دست فلک. دست فلک همان چیزی است که هنوزم جاریه، یعنی یک اکوسیستمی هست که شما تلاش میکنی پاسخ میگیری، چه میدونم به قول خودمون ما میسازیم اون چیزی که برای خودمون هست، وگرنه اون چیزی که بهش میگن تقدیر و شانس و نمیدونم این چیزها من خیلی باهاش ارتباط برقرار نمیکنم. چون میدونم شما خیلی هم تو در واقع فضای شعر و اینها هستین. یه شعری هست میگه که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. نظرتون چیه راجع به این؟ اینطور نیست به نظر من. حالا ما تو ادبیاتون چیزهای مختلفی داریم، حالا بعضیش هم زیباست، حاوی حکمت هاست، خیلی هاشم به قول خودمون شعرن دیگه، قرار احساساتی رو برانگیخته کنن. شما وقتی که برای یه چیزی برای یه جایی یه وقتی میذاری، یه جایی یه وقتی رو نذاشتید، بعد اگر یه سری چارچوب بر خود تعریف بکنی یا یه سری ارزش خلق بکنی، یه سری چیزا برات بی ارزش میشن.
خیلی اهل علم باشی ممکنه واقعا مسائل مادی برات بی‌ارزش باشه. زیادی دنبال مادیات بری ممکنه علم برات بی‌ارزش بشه. ولی یه چیزی وجود داره. جمع جبری ما که قراره آدم سعادتمند رو تشکیل بده باعث جنبه‌های مادی و معنوی موفق داشته باشه. دین ما، مکتب ما، شعور ما، بلوغ ما، کمال ما در این نیستش که تک‌بعدی رشد بکنه. ولی اگه یه جایی به انتخاب برسه، یعنی یه جایی که دیگه شما باید انتخاب کنی، باید جان و مال تو در راه یک هدفی بده که اون موقع مقاومت کنی نشون میده که تو عقب افتادی و توسعه پیدا نکردی. اون لحظه که نفهمیدی چی ترتیب فداشوندگیش کدام است. وقتی ما وارد موضوع دینمون میشیم میگیم که آقا امام حسین علیه السلام که قیام فرمودن آدم بی احساسی بودن، یعنی سن، فرزند، اینا، دوست، رفیق، خواهرزاده، برادرزاده، آقا هر کدوم اینا که شهید میشدن یا خبرش میومد ایشون اصلا حالتی میشده که اصلا بسیار سخت بوده. ولی وقتی به اوج کمال و بلوغ رسیدی میفهمی که بابا از خودم گرفته تا اینها در برابر اون هدف بزرگتره همه‌شون چیز خارق العاده‌ای نیستن. تک به تک باید به قول ما فدا بشن. در حالی که فدا شدن هم نیست، پس دادنه. یعنی یه چیز امانتی است که شما باید درش گردون دیگه. حالا چه بهتر که به صاحبش در زمان درست و مکان درست برگرده، وگرنه تاش که باید پسش بدی. حالا یه وقت با پس گردنی پسش میدی، یه وقتی که با عزت و افتخار و احترام پس میدی. آره، من راستش بخوام تقدیر را انتخاب میدونم. یادم یه بار داشتیم شعار طراحی میکردیم، این گونه نوشتیم که تقویم تقدیر انسان‌های عادی است و تدبیر انتخاب انسان‌های متعالی. یعنی به عبارت دیگه ما اگر واگذار کنیم خودمون رو به محیط یا به شرایط یه جوری بار میایم، یه جایی باید ابراهیم گونه سوال کنیم. نمیتونیم بگیم آقا همه دارن این مسیری میرن پس منم میرم درسته، همه دارن این کارو میکنن پس درسته. یه جایی باید بگی آقا من میخوام فکر کنم، اصلا فکرم میخواد اشتباه باشه. بذار یه بار با شجاعت بگیم که آره ما این مسیر انتخاب کردیم، خیلی خوب. من اصلا یه بار به خدمت یه دوستان اعتراف میکردم، گفتم اگه من یه بار دیگه خدا این فرصت بده برگردم عقب. کشیش بودن؟ نه، گفتم اگر همچین فرصتی برگرده من حتما جز ادبیات پارسی کاری نخواهم کرد. جدی؟ آره، یعنی بسیار بسیار 80% انرژی میره برای اینکه بشینم ادبیات پارسی رو بخونم، توسعهش بدم، بیشتر بفهمم. خیلی کارا کردم، خودتون فرمودید چه می‌دونم. خسران بزرگی برای ادبیات فارسی اگر همچین چیزی بوده باشه، یعنی واقعا یه چیزی از دست داده. آره، چون هنوزم دیر نیست، ولی خب شرایط زمانه اجازه نمیده که بیشتر از اون حالی که باید ازش ببرم و فرصتایی که فراهم میشه به طور تخصصش بپردازم. یه خورده دیر شده به مفهوم اینکه به عنوان متخصص حوزه ادبیات پارسی بهش بپردازم، ولی به عنوان بهره بردارش آره کیفشو میکنیم. کجاها دارید الان و در طول این سالهای زندگیتون بیواسطه و با شدیدترین شکل ممکن مواجهید با خود زندگی، با لذت‌های عمیق، با خوشبختی؟ کجاها بهترین لحظه‌های زندگی آقای دکتر نظری؟ زندگی در تعامل با محیط فراهم میشه، به مفهوم اینکه اگر من بیام بشم بگم که لذت بردم از این خوردن، از این پوشیدن، از این دیدن، از این برخاستن، که محدود میکنه ارتباط منو با زندگی و لذت رو بین من و یک زیستبومی که توش انسان نیست، که شما به انسانیت من شک کنید. چون با خیلی از جانداران دیگه توی رده قرار میگیرم که اونها هم از تولید مثل خوردن و نوشیدن و ندارم چی و چی و چی لذت میبرن. لذت زندگی اونجاست که شما تعامل میکنید با خانواده، با عزیزانت، چه اونا که در قید حیاتن که در اولویت، چه اونا که حتی از دست رفتن. و بعد میرسی به محیط، به موجودات زنده، به جانداران، به گیاهان و به اینها. و بعد حالا باید ببینی که چقدر میتونی لذت ببری. به قول یکی از دانشمندان، آقای پروفسور ریتز بود فکر میکنم، مثلا میگفتش که انسانی که در طول زندگیش نتونسته به یک موجودی بغیر از انسان عشق بورزه،
هیچ وقت جنبه‌هایی از انسانیت تو شکوفا نمیشه. یعنی شما مثلا وقتی یک درختی رو میبینید که چه میدونم سر حال باش سلام علیک نکنید، از این حاصل خیزیش، از این سر حالیش کیف نکنید. و اگر دیدی بی برگ و بر میشه، خوش میشه، آفتی زده، احساس این که یک کسی از عزیزانت کنارت بیماره و تو مسئولیتی داری به دست نداد، حتما یه مشکلی وجود داره. حالا اون تیکایی که از این دیگه لذت میبرم خیلی خیلی خوب، زمانی که با خانواده‌ام و به خصوص اینکه نقش خودم رو بتونم در برابرشون درست تشخیص بدم و بتونم اون رول رو درست اجرا بکنم. دختر بزرگ من کوچیک که بود خیلی دوست داشت سواری بگیره، یعنی ما نقش چارپا رو اجرا میکردیم، ایشون سوار میشد و سواری میگرفت. یا تو همین گیرودار یکی از اقوام سوالی من پرسید، من جواب بدم از رو دوشم گفتش که الان که در نقش خر هستی سعی کن خر خوبی باشی، بعدن که پا شدی جواب سوالیشون بده. یعنی در لحظه بهترین بهره‌وری و عملکرد داشتن. نصیحت جالبی بود به این مفهوم که آقا آدم در لحظه‌های متفاوت نقشه مختلف ایجاد میکنه، تو اون لحظه اون باش. پدرتون گفتن؟ بله. خواهم راجع به پدرتون هم صحبت کنیم. این دومین جمله حکیمانه‌ای که ازشون من میشم، یکیش رو تو اون مصاحبه‌ها شنیدم که بازار از ته میشینن. بله. میچینن. بله. اینم دومیش که اینم خیلی مهمه. من واقعا به این قالم، چون منم همین تجربه همین در زیر زین قرار گرفتن رو برای دخترم زیاد داشتم و موقعی کمرم سالم‌تر بود و اتفاقا دقیقاً همین رو حس داشتم. یعنی موقعی که خانمم حرف می‌زدم گفتم ببخشید من الان اینم من اومدم بالا، ان شاءالله با هم صحبت کنیم، الان نمیتونم. یعنی این که دقیقاً اون حضور رو داشته باشی اون موقع توی اون مقطع. آره اون خیلی خوبه دیگه. شما وقتی که در لحظه متعلق به اون لحظه شدی لذت میبری و لذت میگیری. کتابای مختلفی رو خوندم ولی یکی از زیباتریناش این کتاب آقای ویلیام گلاسر بود که همون روانشناسی امید یا تئوری انتخاب. بعد لذت اونجا تعریف کرد، دیدم که از سازگارترین تعریف‌های لذت با ذهن منه. شون میاد میگه لذت پاداش ژنتیکی یادگیری است. و به عبارت دیگه میگه که انگار در تعاریف متفاوتی که از انسان هست، انسان تعیین ما اونیه که بیشترین لذت رو یاد گرفتن میبره. و یکی از دوستانم گفتش که آره راست میگه، موجودات دیگه اگر دیدی چیزی رو یاد گرفتن حتما شکنجه شدن، یعنی لذتی ازش نبردن. مثلا اگه اسبی دیدی نمیدونم مدل خاصی ریتم راه میره، سگی که دو پا راه میره، نمیدونم اون شیر آبی که میاد نمایش اجرا میکنه، لذت نبرد. گاه گداری بهش گشنگی دادن، مثلا پاداش غذا بهش دادن. دیگه خیلی مهربانانه باش رفتار کرده باشن، از جنس اینه که یه چیزی رو دوست داشته بهش ندادن، اون کار انجام دادن. یا میگم مثلا اسبایی که بهشون ریتم های یا رقص مانند یاد میدن، اینا رو خیلیشون مثلا میکنن توی سالن، این کفش فلزیه، همزمان با پخش آهنگ کف اینجا رو داغ میکنن. بعد اون حیوان پاش میخواد نسوزه، این پاشو بالا پایین میکنه و بعد از یه دوره دیگه اون کفو داغ نمیکنه، اون صدا رو میذاره، اون دیگه شرطی شده، شروع میکنه این کار کرد. حالا میخوام عرض کنم هر چی شما جنبه‌های بیشتر خودتو کشف میکنی و هر جا خب لذت داره و هر جا نگاه میکنی که مبتنی بر این موجبات رشد فراهم کردی، خیلی لذت بخشه. من یه بار داشتم یکی از همکارام تو دانشگاه گفتم ببین میزانی که ما رشد کردیم برمیگرده به این که وقتی بالا رو نگاه میکنیم چند نفر از شاگردامون رو میبینیم که اما بالاترن. ما میزان کسانی که پاشون رو گوشن رو دوش ما رفتن بالا رشد یافتیم و میزان تعداد کسانی که زیر ما گیر کردن عقب افتادیم. بعضی اون هرم و معکوس نگاه میکنیم. اوج رشد یافتگی ما زمانی است که اون نفر آخر باشیم، کم نباشیم ولی آخر باشیم. کم نباشیم یعنی که خودمون به عنوان یک شخصیت خیلی برجسته باشیم ولی بتونیم با انگشت نشون بدیم فلانی میونی در فلان دانشگاه درس میده، مثلا من افتخار داشتم معلمش بودم، فلانی میونی که فلان اختراع رو ثبت کرده، این شاگردم بوده. من حالا بعداً به خاطراتش میرسیم، ایالات متحده بودم، مثلا دانشگاه استنفورد، برکلی یا خیلی جای دیگه کسایی از دوستان یا دانشجوها رو میدیدم که مثلا با آفر $500,000 حقوق سالانه به عنوان سنیور ساینتیست داره تو گوگل کار میکنه، خودم کیف میکنه، میگه خدا رو شکر این درآمد سالش تقریبا مدل کل دارایی زندگی من میشه.
ولی این اصلا قصه خوردن نداره، این کیف داره. من همیشه با خودم اینجوری بودم که راضی باش قانع نباش. رضایت به ما آرامش درون میده، قانع نبودن حس تلاش و رشد رو تقویت میکنه. برای همین که به همیشه دانشجوام میگم آقا با اون چیزی که هستید و چیزی که خدا براتون مقدر کرده راضی باشید، فقط قانع نباشید، بیشتر تلاش کنید و چون خدا پاداش تلاش انسان رو میده حتما رشد میکنید. اگه کسی اومد بهت گفت نه دیگه بسته دیگه، اینقدر درس خوندی کافیه، یا این تعداد کتاب خوندی بسته، یا الان شغل دینه کافیه، یا درآمد اینقدر کافیه، یا اینقدر سفر رفتی بسته، بدون داره مشورت ناصحیحی به تو میده. ولی اگر فرض کن اوضاع اقتصادی به هم خورده دیگه نمیتونی سفر بری، حالا فعلا راضی باش، قرار نیستش که بگی میدونی من چند وقته هیچ جا نرفتم. خیلی خب باشه، حالا ان شاءالله میریم. خب یادم اومد یه چیزی رو، حالا چون یه خودم ازش گذاشتیم ولی اشکال نداره چون میترسم بهش نرسیم. از همون باخع رو که گفتیم مدام ما اینو میشنویم خیلی زیاد تو قرآن، شما خیلی بهتون که حرفشون ناراحتت نکنن، لا یحزنون که قولهم، یا حرفاشون تو رو ناراحت نکنه. انگار حرف دیگران خیلی رو آدم تاثیر داره، درسته؟ بله، هرچی نزدیکتر، هرچی انتظار شما ازش بیشتر، تاثیرش بیشتر. یه موقعی حرف رهگذره که اسمش روشه، حرف رهگذره. وقتی که دیگه از خانواده درجه یک میاد اون خب ثقیل‌تر میشه. بله همینطوره، حرف خیلی اذیت میکنه. از اینجا میخوام برسم به بخشش، چون میدونم خیلی موضوع مهمیه برای شما. به خصوص یه چیزی تو ذهن من اومد، دو تا مقوله تو صحبت شما دیدم خیلی برام جذاب بود. یکی بحث بخشش بود، یکی هم دوگانه بین شناخت و قضاوت. من یه باری اتفاقی برام افتاد، میخوام براتون توضیح بدم بعد راجبش صحبت بکنیم. یه بار یه اتفاقی افتاد، یه کسی یه حرف ناروا و درشتی به من زد و منم جواب ندادم، یعنی اساسا خیلی شاید مدلم هم جواب دادنی نباشه. گذشت، خب ناراحت بودم طبیعتا. این اتفاق در طول روز افتاد. شب مثلا موقع 1-2 ساعت قبل از خواب یهو یه احساسی، انگار یه جور کشفی، همون یه بارم اتفاق افتاد، بعدم دیگه اتفاق تو ذهنم اینجوری اومد، نه استنتاجی ها، اینجوری تو ذهنم اومد که تو الان اگر داری راه میری سرت بخوره مثلا به سنگ، از دست اون سنگ ناراحت میشی. بعد اصلا این چیزی از بخشش خیلی فراتر بود، یعنی اصلا رها شدم، یعنی انگار کاملا حل شد. تو ذهن خودم گفتم شاید این اسمش رو گذاشت بخشش حاصل از شناخت. گاهی وقتا ما حاصل از شناخت و اینا نیست، زورمون نمیرسه، یعنی کاری دیگه دستمون بر نمیاد، یعنی از ضعف. بخشش رو یه خورده برام راجعش حرف بزنید، چون میدونم خیلی راجع به این موضوع میتونید صحبت کنید. اختیار دارید. والا بخشش فکر میکنم یک مرزیه بین اینکه تو چقدر یه باری رو به خودت حمل کنی و بیش از اون چیزی که کس یا حادثه یا یک رویداد تو رو ناراحت کرده هزینه شخصی پرداخت کنی، یا اینکه این بار رو زودتر زمین بگذاری و انرژی منفی حاصل از اون حال ناخوشی که به دست داده رو تبدیلش کنی به یک پتانسیل برای رشد مجدد. و حالا عدم تکرار گاه‌گاه شما خودتو در معرض چیزی نباید قرار بدی. خیلی وقتا مثلا شما ناراحت میشی وقتی گفتگو با کسی که میدونی که یه سری پرده ها رو میدرد و به سری اصول بنیادین تو اعتقاد نداره. خب یا اون جلسه رو ترک کن، یا وارد اون مباحثات نشد، یا اگه دیدی داره پیش میاد اصلا بحث رو بکش به جای دیگه و حالا اون بار دفعه قبلش هم ببخش دیگه، نمیخوای حملش کنی که نمیتونیم که هی دائما در حال قطع ارتباطاتون با جامعه باشیم که ما تو دوستانم خیلی اصلا خیلی از چیزایی که برای من بنیادینه رو نه تنها قبول ندارن که به استهزا میگیرن. خب من خیلی ناراحت میشم، ولی این گونه میبخشمش که یک دیگه همچین فرصتی رو فراهم نمیکنم، یا یک کمی کمترش میکنم، یا اینکه محاله بذارم بحث یا گفتگو به این مرحله کشته بشه، میکشونش به حوزه ورزش، میکشون به یه حوزه دیگه، میبرمش توی جای دیگه، در واقع امکان وقوع اون چیزی که واسه ناراحتی میشه رو به حداقل میرسونه. بخشیدن اون تیکش خوبه که دو طرفه باشه، یعنی شما حالت بهتر شه و یه پیامی، یه ادراکی هم به مخاطبت داده بشه ناشی از
خودخواهی، خودشیفتگی، اینکه من در مسیر درستم همه اشتباه میکنن نباشه. یه جایی برای مردم یه حقی قائل بذاری دیگه. یعنی که بگی آقا الان این طرف چیزی گفت من ناراحت شدم، یه اتفاق افتاد من ناراحت شدم، یه دقیقه بذار ببینم که یه جایی هم داره که من اشتباه میکنم، یه مختصری برای اینکه اینطور بشه. من که الگوی بی‌نقصی نیستم که بگم که حالا هر چیزی برخلاف الگوی ذهنی یا رفتاری یا کلامی منه حتما اشتباه است، منم ناراحت میشم، حالا هم قهر میکنم یا پاسخش میدم. این که میشه خودشیفتگی، این که به چه کاری میاد. بنابراین یه تیکه از بخشش خیلی خیلی خوبه اینطور باشه که آدم بزرگوارانه بتونه مخاطبی ثابت بکنه که دلیلی به حق از این ناراحتی وجود داره ولی ازش گذر میکنیم. بذار برای من بشه حال خوب، برای تو بشه یک آموزش. این باید حتما اون بفهمه اینو؟ الزامی نیست ولی در مجموع اینجوری بشه بهتره. بستگی داره. یه وقتایی که مخاطبتون اینو تعیین میکنه، یه موقعی هستش که شما ریتم یا فرکانس ارتباطیتون با یک مجموعه بالاست، به نظر من باید متوجه بشیم. یه موقعی هستش که میگید نه آقا ما الان مثلا توی نشستی هستیم، توی کنفرانسی هستیم، توی این اصلا نیازی نیست به روی طرفم حتی بیاریم. بهتره اینو به قول خودمون ببخشیم و رها کنیم و یه دعایی براش بکنیم ازش بگذریم. این خیلی مهمه. من نمیتونم با کسی که قراره در هفته و روز و ما چندین بار ببینمش بابت یه چیزی که اسم میکنم او اشتباه میکنه ناراحت بشم و هی قورتش بدم، چون اینا بعداً جمع میشه یه جای دیگه میزنه بیرون که این خیلی خطرناک داره. بهتره خیلی شفاف درست آدم میگم چیز خیلی ساده. خیلی وقتا سبکای زندگی متفاوتن، اشتباه هم نیستن، الگوهای فکری متفاوتن، الگوها و سلیقه‌های زندگی متفاوتن، ما همه افراد متفاوتی هستیم. بنیادها دچار اختلال نشه و ظواهر آقا خیلی نباید چیز کنیم، به قول خودمون باید ازش عبور کنیم. حتی بخشش هم نی به مفهومی که دریافتش کنیم و هضمش کنیم و ببخشیمش. اصلا میتونیم دریافتش نکنیم، میتونیم اصلا از کنارش انگار نشنیدیم، فسفه اصلا فس کنیم، مثلا انگار نه انگار اتفاق افتاده. سختم مثلا الان که من روبرو شما نشستم یه جایی از دلم پر کینه است. جدی؟ باره، ولی تلاش میشه برای اینکه در همونجا بمونن، هضم بشن. تازه است یا کهنه است؟ کهنه داره، تازه توش داره، ولی داره. ولی بنابراین من به خودم تلقین نمی‌کنم که تو یه موجود خیلی توسعه یافته‌ای هستی که دیگه ناراحت نمیشه، دیگه بغض نمیکنه، دیگه کینه نمیکنه. اونجایی که در حوزه عمل میاد و به شدت مراقبتش میکنم که آقا این کینه‌ای که مثلا از فلان کسک یا فلان جا به دل گرفتی در گویشت، کنشت، منشت نباید تاثیر بذاره، همونجا باید باشه تا بعداً با هم حلش کنیم. ولی به خودم این چیزی نمی‌کنم، سختگیری سنگین رو نمی‌کنم که تو اصلا بیخود کردی، کینه کردی. من حالا به سال دیگه خیلی سال پیش مثلا جای مستاجر بودم، دخترم کوچیک بود، خب بازی می‌کرد دیگه. بعد این رد لاستیک دوچرخه‌اش روی در گاراژ خونه مونده بود. فکر نمی‌کنم چیز خیلی وحشتناکی باشه، ولی اون صاحبخونه مثلا اومد به ما گفتش که شما که فرهنگ مثلا آپارتمان نشینی ندارید نباید میاد این شهر. بعد تو هم روستای خود میموند. یه چیز خیلی عجیب غریبی. فکرشو کن حالا شما از دانشگاه اومدی مثلا خسته و کوفته، یه نفری که خودش امضا نمی‌کرد انگوش می‌زد که این اصلا اشکالی نداره، نمیخوام خدا بنده خدا رو تحقیر بکنم، ولی مثلا بابت یه رد لاستیک بچه، حالا اون تیکش مهم نیست، ما بعضی وقتا اون حقنه یا ناراحتی که ادام کنیم ما رو یک نسل با وابسته است. اون ناراحتی که بچه من دست داد خیلی بیشتر تو دل من مونده تا بگم بخوام خودم اون بالا برش کن، یکی اومده یه چیزی من گفته. ولی فکر میکنم بالای 10-15 ساله که من هی به خودم میگم که خدای اگه الان جان منو ستاندی در جریان باش که من اینو حلال کردم هرچند که بدنم این همکاری رو نمیکنه. یعنی از تو دل من این هنوز برون نرفته، ولی هنوز یادتونه. آره این چون هنوز بیرون نرفته حالا واقعا باید یادمون بره. یعنی میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی یه حرف اینجوری رو اگه یادمون بره درسته. ببینید من با این اندیشه مخالفم که هی به یه نفر که مثلا قرار ناراحت بشه میگیم تو قوی، ناراحت نباشه چی. من آقا بذار ناراحت بشه عزیزم، الان یه اتفاقی افتاده و الان ناراحت باشه، الان دوست داری گریه کنی گریه کن، الان نمیدونم، ولی اینو بیارید در چارچوب اخلاق، بیارید در چارچوب تمدن. به خصوص که شما بهتر میدونید ما به حوزه عمل که میرسیم پاسخگوییمون شروع میشه. در حوزه اندیشه معافیم. یعنی من حتما
باریتالا از درون و برونم آگاه هست، ولی اون روزی که قراره حساب کتاب من باشه مبتنی بر کارایی که کردم، اعمال منه. بنابراین من خیلی باید مراقب این باشم. الان خیلی خوشحالم با اون آدم که بزرگتر من بوده برخورد بدی نکردم، با دستمانی که تو جیبم بوده اون در رو تمیز کردم، به دخترم تذکر دادم که این کارو نکن و الی آخر. بنابراین اگه کسی از بیرون نگاه کنه در حوزه عمل، ما بسیارم تکریم و احترام کردیم، قول عدم تکرار دادیم و خیلی چیزای دیگه. این تو هم حالا این مونده، ان شاءالله یه روزی مثل زخم خوب شده است. میدونی چیه؟ بعضی از زخم‌ها خون میان، بعضی از زخم‌ها زخم میمونن و خون نمیان. ولی بله مدل اینجور چیزا عین این چیزایی که تو آبن گاهی وقتا یهو بالا میان. بله میان. همیشه همینطوره. شما در طول زندگیتون صبح ظهر شب این خاطرات زندگی میکنن، میرن میان. به قول استاد شریار میفهمم خودسه خاطرم با خاطرات خود تبانی میکنن. یعنی این تبانی که بین خاطر به مفهوم حافظه و خاطرات و آن چیزی که به انسان گذشته، بعضی وقتا آدم احساس میکنه با هم تبانی میکنن. یعنی توی لحظه میان بالا که تو رو افسرده کنن، تو رو بد اخلاق کنن، تو رو بدبین کنن، تو رو کج ذهن بکنن یا چیزای از این جنس. و یادم یه بار دانشجو داشتم خواهش کرد که من باید سابقه بشم، یه جای برم کارآموزی، پولم نمیخوام استاد. گفتم باشه من یه جای شما رو معرفی میکنم. به یکی دوستان صمیمی گفتن این میاد اونجا به عنوان کارآموزی، ولی اگه کارش خوب بود بعداً جذبش کن دیگه، از اون ور پشت بام نیفتین، از این بچه سوء استفاده نشه. جواب چند موجه کار کرد و این دوستان گفتش که این بنده خدا خیلی اهل کار نیست، هر چقدر تو دوست داری اینجا باشه ولی گفته بیام کارآموزی، ولی اینجا اینقدر که میاد با کارمندا حرف میزنه، وقت بقیه رو میگیره یا تو اینترنت یا داره بازی میکنه کاری نمیکنه. من با بنده خدا گفتن که اگه اجازه بدی جای دیگه فساد داره کارآموزی، مثل اینکه با اینا نتونستی به قول خودمون مچ بشی یا همخوان بشی. رفت اداره کار از اون شکایت کرد و از طریق قانون مدل 7 ماه که اینجا تو اون کار میکرده پولشو گرفت. البته تمام اینا رو من پرداخت کردم، ولی من فکر کنم همون روزی که این پولا رو پرداخت کردم به سختی، به زمان خودش 70 میلیون تومان خیلی پول بود. ولی با خودم گفتم که یه وقت رضا اینطوری نشه یه دانشجو دیگه بیاد بگه استاد من اینجا کارآموزی معرفی کن، این کارو نکنی، بگی آقا من یه بار کردم برای چند نسلم کافیه. اینش داره عرض می‌کنم. یعنی اون خاطرات ناراحتی به نظرم باشه، معناش شما روش شما رو مورد تأثیر قرار داده، حالا دقت تو رو بیشتر کنن یا مثلا یه ملاحظاتی رو تو کارت بیاره، ولی از این بر نگرد. رفتی یه جایی یه چیزی گفتی سوء برداشت شده، بازم راست بگو ولی این دفعه ملاحظاتی رو بگو. گفت خلاصه ناراست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، اونطوری پیش بره. بگذاریم این موضوعات یه ذره چی میگن ترسم از اینه که پیشترم عرض کردم افراد مختلف الگوهای متفاوتی دارن، تاب‌آوری‌ها متفاوته، افراد مختلف هر کدومشون با اندیشه‌ای که دارن در جایگاه خودشون محترمن. من دنبال خودشبیه سازی نیستم، هیچ وقت هم نبودم. یعنی هیچ وقت هم سر کلاس رفتم دنبال این نبودم که باریکلا چقدر تو درست صحبت می‌کنی چون شبیه من صحبت می‌کنی. به هیچ شما خیلی مراقب اینن که من به عنوان یک نفر انسان باید آدم خوبی باشم، درست کار کنم، درست رفتار کنم. مثلا اگر تونستم در هر شرایطی خلقمو حفظ بکنم و همچنان لبخند به لبم باشه، این خودش پیام خودشون میرسونه. لازم نیست من بگم که شبیه من باشید. شبیه من بودن یعنی چی؟ هر کسی باید شبیه خودش بشه. هر کسی باید اندیشه درست خودش رو پیدا بکنه و برسه به اون چیزی که خدا براش مقدر کرده. ما در هیچ چیزی شبیه هم دیگه نیستیم. چجوری میخوایم تو برخی از چیزا به زور خود شبیه سازی کنیم؟ آقای دکتر اگه شما مثلا فکر می‌کنید که آدم خوبی هست، اگه نه خیلی ناجور شما، خب یعنی چی؟ اگه این شکلی باشه خیلی دنیا جای زشتی میشه. دوستان بیام مقدار راجع به پدر مرحومتون ما هم صحبت کنیم. سلامت باشید. خدا رحمتشون کنه. شغلشون چی بود آقای دکتر؟ پدر در مجموع آدم فنی بود، یعنی خدا بیامرز دست به آچار بود، ولی بازنشسته گروه صنعتی بهشهر، همون جایی که روغن‌آموزی لادن تولید میشد بود و مسئول نگهداری تعمیرات بخشی بود که بهشون گفتن بخش هیدروژناسیون یا سیستم هیدروژن، چون روغن مایعی که میخواد جابجا بشه هیدروژنایز میشه اصطلاحاً. ولی آدم به قول خودمون فنی بود و از بیکاری بسیار گریزان. یعنی مثلا منزل میاد یا تو محیط کار بود و بعد کلا کار میکرد. یعنی که فرض کنید رفتیم رستوران نشستیم، مثلا
این میز جلوش تمیز کرد. گفتم بابا الان میاد دستمال میکشه. گفت جلو منو نکشه. اینجا رو مثلا نکشه. بنازه اینقدر اون کمتر کار کنه. یا این دختر کوچیکی من خب خیلی شیطون بود، کوچولو بود. ما آداب تربیتون به بچه‌ها مثلا میگفتیم یه کاری در حد توانشون انجام بدن، مثلا تو این کارو بکن، یا مثلا الان ظرفا رو شما بشور، یا یه چیزی که در حد توانشون باشه دیگه، نه از این ور باب نه از این ور باب. این دختر کوچیک من همیشه از زیر کار در میره. بعد یا با اون صداش کرد، گفت بابا جان بیا اینجا. آدم تو طول زندگی و اینقدر کار کنه. هر چقدر الان بیشتر کار کنی بعداً کمتر میشه. هر چقدر الان کار نکنی بعداً باید کار کنی. این تموم نمیشه. یعنی مثلا با دست نشون میداد. یعنی یه حجمی انگار از مسئولیت کار رو گردن آدم هست. هر جایی تو زندگیت کم کاری کنی یه جایی باید پسش بدی بیشتر کار کنی. اونجا که کند فاز. یا من یه جمله معروفه ازشون یادمه که به بعضی این روزا به کسب و کارها و استارتاپ‌ها من میگم. میگم وقتی ما بچه بودیم همه چیزو بزرگتر می‌کردم. مثلا پدرم خودم دوچرخه برای من خرید، دوچرخه خرید و واقعا برام بزرگ بود، چون قبل چندین سال باشه نمیشد. بعد می‌خواست با منم دوچرخه‌سازی یاد بده با این دوچرخه. من خوب نمی‌تونستم رو زمین بشینم و پام به پنجه‌های این خیلی خوب نمی‌رسید. بعدم یه جایی سراشیب کندی داشت ولی سرازیری. رفتیم بعد این پشت منو ول کرد. پشت منو ول کرد، من شروع کردم لق زدن و داشتم می‌گفتم شروع کردم داد زدن. با خدا رو گفت چته؟ گفتم دارم میافتم. گفت داد نزن، پا بزن. بعد که این تو ذهن من مونده که میگه اگه میخوای نیافتی نباید داد بزنی، باید پا بزنی. شروع کنی متوقف شدن و داد زدن. مثل خیلی از ما که این روزا میگن آقا شرایط اقتصادی خرابه، اونور کج اینور صاف، اونجا اونجوری اینجوری، هیچ داریم داد میزنیم. میگم آقا این دادا رو حالا دادم بزن یک لابلاش، ولی لااقل همزمان باش پا بزن. یعنی اگر کار نکنیم، تلاش نکنیم، حتما میافتیم. یادم من وقتی کشتی رو شروع کرده بودم، تو زورخونه شروع کردیم. یعنی تو محله ما زورخانه بود که اونجا هم کشتی پهلوانی اتفاق می‌افتاد. باشگاه ما تو نارمک، تو محله سبلان جنوبی. اون موقع دیگه اومده بودیم نظام‌آباد. در واقع زورخانه به اون زورخانه شجاعت هنوزم هست. این شکلی که خیلی باشگاه به این مفهوم مدرنش باشه نبود دیگه. باشگاه همون زورخانه‌های قدیم. بعد خب خیلی چیز می‌کردم، تمرین می‌کردم، ولی باختام زیاد بود. یعنی همینجوری که میرفتم با حریف، بعد بابا یه بار مثلا کردم، گفت بابا جان می‌دونی مشکل چیه؟ گفتم چیه؟ گفت شما بیرون گد می‌بازی، کاش که توش ببازی. ما باید روی روحیت کار کنیم. بعضیامون این شکلی، من این جمله‌هایی که حالا بعضیا میگن حکیمانه یا چیز که بر من درس آموزه، بعضیامون بیرون می‌بازیم. بیرون گد می‌بازی یعنی مثلا از پیش بازنده خودمون تصور می‌کنیم، مثلا در صادرات، مثلا در رقابت، مثلا در تولید، مثلا در موفقیت. در اصل که بابا من میگم نداره، وارد گود بشیم. یا بعد امروز بهش گفتم که من دیگه کشتی نمیگیرم. گفت اگر کشتی نگیری که قطعا میبازی، ولی اگر کشتی بگیری ممکنه ببازی. حالا انتخاب کن، میخوای قطعا ببازی یا میخوای یه احتمالی از باخت داشته باشی. ما خیلی کارا رو بکنیم ممکنه ببازیم، ولی اگر نکنیم که قطعا باختیم. آقا این تلاش میکنیم، مثلا فرض کنیم میخوام بریم یه زبان جدید یاد بگیریم، کاری راه بندازیم، چیزی رو توسعه بدیم، نمیدونم یک تولیدی داشته باشیم، ممکنه ببازیم. ولی اگر نکنیم که قطعا باختیم. که چه سالی مرحوم شدن پدرتون؟ 2 مرداد 96 ساعت 18:23 دوشنبه بود. بیماری داشتن؟ بیماری‌های زمینه‌ای که مرسوم هست مثل فشار خون و اینها رو داشتن، ولی خب در سن ایشون و کنترلی که میشد خیلی وقتش نبود. ولی فکر کنم فهمیده بود، چون از حدود 1 ماه قبلش اصرار داشت که یه خواهر من که آلمان زندگی میکنه بیاد ایران، که خواهر من 1 مرداد 96 اومد ایران. و چون خواهر کوچکتر من اون موقع شمال زندگی میکرد، خواهر بزرگترم آلمان بود و منم دائم سر کارم. ولی اون لحظه‌ای که ایشون به رحمت خدا ما هر سه بودیم خونه. آره، چون 3:30-4 بعد بود که گفت رو زنگ بزنین رضا بیاد، که منم که ما بسیار ترسیدم چون پدر اصلا از این خبر رو تمام چی شده. گفت چیز خاصی نیست، حالا ولی یه دکتر بریم. حالا تا بریم پزشک و متأسفانه تشخیص نادرست دادن، یعنی بعد ازشون آزمون‌های آنزیمایی رو میگرفتن نگرفتن. حالا کار نداریم، اون یه مسئله پزشکی دیگه است. ولی تا لحظه‌ای که فوت شد 2 ساعت بیشتر نشد. و لحظه آخرش دقیقاً یادمه که من گفت یه لیوان به من بده، من رفتم بیارم، بعد گرفت یه ذره شو خورد. گفتم پس تشنه‌تون نبود؟
گفت دیگه ولش کن و یه سرشون رفت که ریختن و پزشکا چون تو بیمارستان اتفاق افتاد، ولی دیگه انگار چندین سال رفت. تو خونه نبود؟ نه تو خونه بودن که حالشون بد شد، ولی آره ولی لحظه که فوت شدن فقط خودش بودیم، چون ما بیمارستان اول که رفتیم بیمارستان لواسانی گفتن چیزیش نیست، قندش بالاست، قرص قندش رو بدید فلان و بیسار. من ریسک نکردم، همه رفتن به خوشحالی خونه. من پدر بودم یه بیمارستان دیگه که یاد وقتی رسیدم اون بیمارستان به اون پذیرش گفتن که من میخوام پدرم اینجا 2 روز بستری کنم، چیزیش هم نیست ولی ببخشید به شما مربوط نیست، میخوام چکاپ شه، پولشو میدم، شما فکر کنید چیزیش هست. اون خانم گفت باشه مشکل نداریم، این فیشو ببریدش اتاق 10 پزشک بنویسه بیاید بستریش کنید. این فاصله که ما بودیم بریم تو اتاق، پدرم گفت برای من آب بیار و بعد یه مرتبه سکته آورتی کرد، گذاشتون تخت یا اینا برنگشت. ولی باور کن که چیزایی واقعیه، مثلا مثل این که میدونن میخوان فوت بکنن. چون من مثلا اون کارمند بیمارستان گفتش که چون بستری نبوده فوت شده بعد 24 ساعت بمونه برای پزشک قانونی، ولی چون آشنا بود گفتش که اگر کارت ملی چیزی ازش داری بدم پزشکم گوه فوت شو بنویسی که دیگه اسیر نشید. من به این راننده گفتم که دوستمون هست، گفتم برو خونمون رو بلد خونه پدرمون، اتاق اول اتاق پدره، ببین تو جیبش اینا کارت ملی چیزی پیدا کنی بیاری، ولی به خانواده چیزی نگو. چون خانواده خیلی شاد بودن، خواهرم بعد چند سال اومده، تازه یه روز بود اومده بود، خود خواهرم بنده خدا گفت آقا بذار ببینم چه سناریویی پیدا کنم اینا منتقل کنم. رفت 10 دقیقه بعد اومدم یه پوشه دستش، وصیت‌نامه، نمیدونم سند قبل، کارت ملی، کارتای بانکی که روش رمزش چسبونده، انگار برنامه‌ریزی کرده یه جوری که اصلا شما فکر می‌کنی واقعا طرف برنامه داره. یه ماه اصرار کامل خواهرم که کی میاد ایران. خواهرم یک شنبه رسید ایران، دوشنبه پدر فوت شد. تو بیزاره که بودیم همه فکر می‌کردن که ایشون چیزو خودش رسونده. این میگه من دیروز اومدم و خواهرم نمیتونست گریه کنه. خواهرم پنجشنبه تونست تازه بغضش ترکید، یعنی 3 روز بعد از فوت تمام این 3 روزم راه میرفت میگفتش که من قبول ندارم. ما بودیم چی رو قبول ندارم؟ یعنی چی؟ بابا زنگ زد بیام بمیرم یعنی چی؟ مثلا توی مخیلش نمیره. روشون شاد باشه همه پدران، اینها اخلاقای خاصی داشت. اخلاقش مثلا به شما عرض کنم که من شیوه یادگیریم نوشتنه، فرق نمیکنه چی، ریاضی باشه، ادبیات باشه، عربی باشه، زبان باشه، کلا باید بنویسم، ننویسم انگار مشکوکم به اینکه یاد گرفتم یارم. یا تو حیاط نشسته بودم و می نوشتم و کاغذ کیلویی می خریدم انقدر که مصرف میکردم، این کاغذ کاهی کیلو. شما تو قدم میزد و گفت بابا جان دستت خط نمیخوره. گفتم نه. گفت شما یاد باشه درخت بکاری. گفتم درخت بکنم چرا؟ حیات جا نداره، مثلا فکر کنم مثلا تو حیات خودم. گفتم جا نداره، اگه جایی باشه چشم میکنم. گفت نه کلا درخت بکار، خیلی شما کاغذ مصرف میکنی، به این دنیا بدهکار میمونی، بدهکار نمونی به این دنیا. اینقدر کاغذ مصرف میکنی درخت هم بکار. و باز جزء از نوع تفکریشون. یا مثلا ما خانواده متوسطی بودیم، گاه‌گداری سالی یه بار میتونستیم بریم شام، رفتیم از این خونه‌هایی که اجاره میگن در خونه میگرفتیم. موقع که رفتیم فکر کنم دیر رسیدیم قرباشو بردن، یه خونه به ما رسید خیلی درو داغون، نصفش هم تو آب. بعدش ماشین که پیاده میشه اول جعبه ابزارشو برمی‌داشت. یادم مثلا توریه سولاخ بود، یه ذره مثلا پارچه براش توریه رو میدوخت و روغن میزد به این در و مادر ما خانم آقا 2 روز اومدیم اینجا، شما 2 ساعته دارین اینجا رو تعمیر می‌کنی. واش خانم اینجا رو یه ذره من بهترش کنم، نفر بعد یه ذره بهترش کنه آباد میشه. اگه من میگم خرابه، منم خرابترش کنم خب نابود میشه. حالا ما اینجا به اندازه 2 ساعت اینجا رو آبادی کنیم، یعنی تا حدی که ازم کار برمیاد. همیشه رویش اینطور بود، یعنی فرق نمی‌کرد، همه دنیا رو مال خودش میدونست. فرق نمی‌کرد کجا میریم. مثلا من یه بار ایشونو با خودم سوریه بردم یا کربلا رفتیم به اتفاق اینا. مثلا چه میدونم یادم نشسته بودیم، من دیدم یه ساعت رو به پنجره اتوبوس است. من چیکار می‌کنه؟ دیدم داره زه این اتوبوس رو مثلا داره تلاش می‌کنه جا بندازه. چون اخلاقش می‌رسونه گفتم بذارت بشه. گفتم کمک می‌خواد، یعنی به جای که بگم آقا ول کن مثلا اتوبوس بین راهی تو سوریه رو شما به زه این آخه چیکار داری؟ نمی‌تونست، اخلاقش قبول نمی‌کرد. الان که تقریبا هولوش 7 ساله که از دستشون دادین، اولا که حتما جای خالیشون حس میکنید. هی بیشتر میشه. هی بیشتر میشه. و میخوام بپرسم که
به نظر خودتون؟ البته چون میدونم خیلی براشون وقت گذاشتین و یه روتین از اینجا به بعدم یه روتینی تعریف کردین تو هفته حتما باشون باشین اینها، فکر میکنید اصطلاح اینجوری میخوام محضرشون رو خوب درک کردین یا کم درک کردین؟ نه نشد اون چیزی که بعد میشد که نشد. اولا خیلی کم حرف بود و ولی به قول خودم که میگن کم گوی و گزیده گوی اینجوری بود. کلا خیلی مظلوم بود و همش هم دوستاش از دور بپاد، یعنی فاصله یه معقولی رو به قول خوش میگرفت. جوانی کردن همینه دیگه. ما وقتی مثلا میافتیم تو کار و تحصیل و اون رشد ظاهری که مثلا تحصیلات، نمیدونم برنده، نمیدونم جلسه است، سفر و اینها، این توهم توسعه یافتگی بهمون دست میده و فکر میکنیم که خیلی خاله مثلا نمیتونم برم با اون ببینم، خیلی چیز واضحه دیگه. یا مثلا وقتی تو میگی بابا جان تو به کارت برس ما خوبیم، حس میکنیم که دیگه ما تکلیف ازمون ساقط شد و این گونه است. هیچ کدومو کامل درک نکردیم، چون اگه بخوام کامل درک بکنیم که دیگه باید یه پیوستگی داشته باشیم. ولی برای من اونجا شیرینه که مثلا چیزای کلیدی که ایشون توصیه میکرد چون کم گوی بود تا تونستم اجرا کردم، یعنی تا ازم بر اومده مد نظرم بوده. شاید اگه من 1000 ساعت سر کلاسی بوده باشم 10,000 ساعت حالا درس دادم، خیلی درخت کاشتم یا خیلی کارهای دیگه کردم. حالا اینا نمادینه، وگرنه آدم که اینقدر بدیهی‌های مختلف داره، اخلاقی، عرفی، مالی و غیره زاره. ولی خواهم بگم اون تفکر تو ذهنم هستش که مثلا امروز دارم میرم سر کلاس، من از این کلاس بدهکار بیرون نیام. یه وقت کسالتی، چه میدونم کمکاری، کم فروشی چه اتفاق نیفته، یا یه قرارداد مشاوره با این شرکت دارم قرار آ تومن بدن، خیالم راحت باشه که من بیشتر از اون کار کرده باشم. یا بدهکار نمونیم که بگیم آقا به من آ تومن دادن ولی مثل که من آ دوم کار کردم. خیلی خطرناکه. مابقیش هم دیگه عاشق تاریخ بود، همیشه میگفت بخوای درست بفهمی تاریخ بخون بابا جان، بزرگترین استاد آدم تاریخه. خودش هم خیلی میخوند، عاشق کتاب تاریخ بود، هم تاریخ کهن هم تاریخ معاصر، ولی خود تاریخ معاصر بیشتر. خیلی کتاب بود، اهل کتاب بود. 6 کلاس بیشتر سواد نداشت ولی کتاب میخوند، خطش خوب بود و بعد خودشو توضیح میکرد. چجوری بهتون میگم توضیح میگم؟ مثلا چه جالب به شما عرض کنم، من مثلا بعضی وقتا خواستم ببینم، به بابام میگفتم امروز کدوم مسجده؟ میگم امروز دوشنبه است، مثلا مسجد خاتم الرسول است. یعنی مثلا تو یه مسجد نماز نمیخونه. میگم آقا این مسجدای محل خلوت شده، مثلا پخش میکرد خودشو، مثلا یه روز یه جا نماز میخونه، یه جا دیگه، مثلا واسه اونجا هم پاخور داشته باشه. مثلا من میپرسیدم مثلا امروز کجاست، مثلا چون بعضی وقتا من نزدیک ظهر میرسیدم، مثلا باید دوشنبه است، مثلا خاتم الرسول است، مثلا میرفتم اونجا میدم بله مثلا تو صف نماز اونجاست، از اونجا پیداش میکردن یا میرفتیم. یا خیلی دوست داشت مثلا هیچ همراهی لذت بخشتر از این که تو صف نماز کنارش وایسی واسش نبود. یعنی خیلی کیف میکرد از این، مثلا میدیدم مثلا پرواز میکنه که مثلا منم اومدم کنار وایستم یا مثلا صف نماز با همش میدونم مثلا پشتش وایستم، مثلا از دیدن من خوشحال میشد. ولی تو این صحنه دیدنش من قشنگ میدیدم چشاش برق میزد که مثلا بلند شدم از صف نماز اومدم برم دیدم مثلا پسرم پشت سر وایساده یا کنار دست وایساده. بریم وارد یه فضای متفاوت بشیم. توی شما یک دوره‌ای رو به صورت در واقع مطالعاتی در سیلیکون ولی بودیم. بله. اونجا یه جورایی هالیوود دنیای تک دیگه. بله. بالاخره فضا و اینها آوردتون به قول خودشون تیک اویتون چی بود از اونجا؟ اون چند ماهی که من در واقع ایالات متحده بودم که قسمت عمده‌اش به حضور در دانشگاه بکلی، مدرسه لیدرشیپش و مدرسه کارآفرینیش گذشت، بعد استنفورد و بعد خود شما از این به قول خودمون خیابون سن خوزه تا پالو آلتو که اسمش گذاشتن سیلیکون ولی، چون بعضی دنبال دره میگردن، دره در کار نیست اینجا. یه خیابونی که خیلی از این شرکت‌های بزرگ استارتاپی اونجا، دو تا وی‌سی خیلی بزرگ پلاگ اند پلی و پرل اونجا، و اتفاقا من تو این پلاگ اند پلی حدود 3 هفته هر روز رفتم اومدم نشستم. خیلی از شرکت‌های بزرگ و در واقع هد آفیسشون رو رفتیم دیدیم.
خیلی دوستا و همکارا و دانشجوها و اساتید محترمی که ایرانیان هست و غیر ایرانی هستن و باشون نشست و برخاست کردیم. به همین خاطر این حالا روزهایی که من اونجا بودم چندین تا دستاورد داشت. یکی این که تو زیست بوم دانشبانی و اقتصاد دانشبانیان یه شعور دانشبانیانی احتیاجه. بس زیست بوم متشکل از دانشمندان نیست. میخوام 2 تا مثال ساده براتون بزنم و تا تصویر دارم که به شما نشون بدم. تصویری که به شما نشون خواهم داد یه دونه کتابخونه کوچولو که 5 تا دونه کتاب توش اشاره کنید لانه پرنده است. جلو در خونه یه نفره که راننده تاکسیه که من بهش میپرسم این چیه؟ میگه اینجا دانشجو زیاده. اینا توی سایتی میرن کتابی که گرونه رو نمیتونن بخرن و اوردر میذارن. ما توی این محل میخریم میذاریم تو اینا. این openlibrary.com پین میکنیم تو نقشه که اون دانشجو بدونه جلو در خونه من این کتاب گذاشتمش این تو، میاد برداره میخونه میذاره سر جاش. این سهم من باشه رشد این منطقه. یعنی میخوام بگم به شما نشون بدم که میگه بابا این مثل قفس پرنده است، 5 تا دونه کتابم توشه، ولی طرف داره یه سهمی میده تو ترویج دانش. این هم یک فرهنگ بسیار جالب در آمریکا، اوپن لایبرری، یعنی اگه دوست داری کتاب بردار، اگه نیاز نداری اینجا بذار. و من خیلی از اینا اینجا میبینم، خیلی عالیه. یا یادم آقا دو کتابش دوست نازنین ما تو دانشگاه استنفورد خوب درس میده، قرار بود با هم دیگه بریم جایی رو ببینیم. خب من یه سشن 45 دقیقه‌ای دارم، چیکار می‌کنی؟ گفتم همینجا من تو این بوک شاپ استنفورد که همین لباسا و ماگ و اینا میفروشه، بیرونش هم کافی شاپ خیلی خوبیه. حیاط خیلی زیباییه. تا من اینجا میشم یه قهوه میخورم، یه خود میشینم 45 دقیقه، چیزی نیستش که من بخوام به قول خودم برنامه‌ریزی خاصی بکنم. نشسته بودم دیدم که یه دانشجویی که به نظر مال آسیای شرقی، یعنی نمیتونه فهمی چینیه، ژاپنیه، ویتنامیه، کامبوجیه، ولی تو این چهره‌ها داره با لپتاپش کار می‌کنه. اینقدر قوز کرده رفته تو این، قشنگ معلومه یه چیزی گیره، یه خلاصه یک مشکلی داره. چرا؟ چون این قهوه‌ای که کنارش گذاشته بودن 2 فاز شده، یعنی معلومه که 2 ساعتی از اینجاست که اینم نرسه بخوره. حالا به قول خودم یه سفارشی داده که اینجا نشسته، شاید بعضی وقتا اینطوری میشه ناخودآگاه توجه به یکی جلب میشه. بعد من خودم گفتم برم ببینم مثلا کمکی ازم برمیاد این زمانه رو، شاید من چه می‌دونم رشته‌اش چیه یا کارش چیه، گفتم برم حساب کنم. نیم خیز شده بودم دیدم این تیبوی این چی میگه همین کافی منها، این آدمایی که میرن میان، اومد و یه نگاه به این کرد و قهوه سرد شده ایشونو برداشت برد. من همش منتظر بودم مثلا به این بگه مثلا پاشو دیگه، یا مثلا چون شلوغ بود مثلا این نرفتم، گفتم ببینم چی میگه. دیدم رفت و با یه قهوه دیگه برگشت، گذاشت کنارش و دستشو گوش شونه این یه چیزی گفت، من نفهمیدم، فاصله برای شنیدن کافی نبود. ولی من دیدم یه لبخند زد، کمش صاف کرد، شروع کرد دارین قهوه خوردن، اصلا انگار یکی به پلاک انرژی تزریق هستن چیزی دیگه. تا قدم رفتم جلو گفتم مثلا چیکار می‌کنی فلان اینجا، بعد این به چی گفت؟ گویا چی؟ من گفتش سخت نگیری ان شاءالله حل میشه، قهوه‌ت عوض کردم. و بود رفتم آبدارچی رو پیدا کردم، گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت چیکار؟ گفت کار بدی کردم. گفتم نه کار خیلی خوبی کردی، جزء شهر وظیفت. گفت نه بذار این سهم من باشه تو حل یه مسئله. ببین چی میخوام به شما بگم، قهوه‌چی دانش بنیان احتیاج داریم. راننده تاکسی یعنی ما نمیتونیم اقتصاد دانش بنیان اقتصاد دانشمندانه. کسی که میفهمه به عنوان قهوه‌چی، تو نمیخواد اینجا بری به این بگی که پاشو با اینجا رو خیلی اشغال کردیم و مشتری زیاد داریم، بیا برو به این بچه گیر داره میتونی کمکی بکنی. آقای راننده تاکسی تو قرار نیست دانشمند باشی، ولی میتونی بری تو این سایت که کتابای گرون رو بعضی از دانشجوها نمیتونن بخرن، دو تاشو بخری بذارین تو و الی آخر. این اولین چیزی بود که برای من خیلی جذاب بود که فهمیدم توسعه فرهنگ دانش بنیان خیلی مهمتر از ترویج تعداد مقاله است. بگیم خدا رو شما اینقدر مقاله 12 نانو منتشر کردیم، عزیز من که خیلی مهم نیستش که در ایندکس نوآوری یا در واقع مربوط به کارآفرینی ناشی از فناوری ما رتبه خیلی خرابه. ما داریم برای بقیه تولید علم میکنیم، برای بقیه داریم تولید علم میکنیم، یعنی بچه دانشو اینجا میخوره تو خوش جای دیگه داریم میذاره. تیکه دوم فهمیدم که خیلی سال اعتقاد داشتم به که توسعه یک چیز منطقه‌ای و لوکاله و الگوهای توسعه باید اینطور باشن. یادت متأکد که رفتم فهمیدم که نخه، اینا رو میشه استاندارد کرد، یعنی میشه یک مدل توسعه پیدا کرد توی استارتاپ و شرکت دانش بنیان که چین و آفریقا و آمریکا و افغانستان و ایران نمیشناسه، درست انجام بشه جواب میده.
اینم برام دستاورد بزرگی بود که آموخته‌های غلط خودم رو جایگزین کنم با این آموخته جدیدم. و سومش این بود که اگر تجارت و صنعت دانش بنیان رو نتونیم رونق بدیم، اون تیکه که مربوط به ترویج علم تو دانشگاه و پایه‌کار فناوری میشه محکوم به شکست یا محکوم به خروجن. بنابراین ما باید اینا رو به هم دیگه اتصال بدیم، ضریب نفوذشون رو تو تجارت و صنعت بالا ببریم. کلا خوب بود، ولی راستشو بخوای خورد به اون ایامی که ما داستانای خانم مهسا امینی رو داشتیم، موضوعات متفاوتی رو داشتیم و من برنامه‌مو تغییر دادم، ترجیح دادم سریعتر برگردم که دوستانی که اونجا بودم گفتم که جدا دیوانه‌ای، الان بهترین فرصت برای موندنه، جاب آفرم که داری، اون شرایط کشورم که اینجوری شده. گفتم آقا مثلا ما دعوت می‌شدیم که بیایم تو این تظاهرات، می اومدن نمیدونم مو قیچی می‌کردم تو خیابونا، من هیچ کدوم نمی‌رفتم. و که دوستان گفت تو مخالفی فرام، گفتم بس مخالف معاند نیست، یک چیزی تو کشورم اتفاق افتاده، من باید برگردم توش حرف بزنم. اینجا که اصلا جا حرف زدن نیستش که، اینجا من تو خونه غریبه مثلا هنر نیست مثلا بخوام ناراحتی هم بروز بدم. مسئله خانگیه، مسئله خانوادگی، باید برگردم داخلش. نه موافقم، نه مخالفم، نه اینم نه اونم. یه آدمیم که قلبم درد میگیره از خیلی از اخبار، بغض میکنم، ناراحت میشم، ولی اینجا همچین هنر نیست من پوشم بیام برم مثلا توی این گلدن گیت، این پله که روش تظاهرات میکنن، مثلا منم قاطی اینو راه برم داد بزنم که چی بشه. این ما باید برگردیم داخل. و برگشت. بله دیگه هم رفتین اونور دیگه. فرصت نشدم. شما مدام در حال حرکت هم هستین در طول این سفر کاری که داشتین و یعنی مدام از این ور به اون ور و یه جورایی شاید حتی اسمش هجرت هم بشه گذاشت. بخوایم یا اون ترمینولوژی قرآنی که مورد علاقه هر دومون هست رو می‌ریم صحبت کنیم، شاید بشه راجع به هجرت هم حرف زد. ولی کجا جای موندنه؟ هر جا که اثر بخشتر باشیم. مثلا میشه یه جایی کلا موندگار شد، مثلا احساس کنی که اینجا همون جایی که باید بشه موند توش و دیگه هم جایی نره. نمیدونم اگه منظورتون فیزیکال یا جغرافیاییه که نمیدونم، تاریخ فکر نکنم، من تعصب نشدم، من سانتی این مملکت رو، خاکش رو واقعا عاشقانه دوست دارم، ولی تعصب کورکورانه به مفهوم این که آقا ساکن باشیم ندارم. و همین خاطر رفت و آمد و تجربه و اندوختن و اینها رو خیلی دوست دارم. ولی خب چیزی بهتون بگم، با اون چیزی که بهش میگن هجرت، زمانی که شما یه جوری دیگه چه میگم برای پیگیری اهداف و الگوهات اون زمین یا اون عرصه به تنگ میاد و خدا بهت اجازه نمیده که اینو بپذیری به عنوان یک قسمت یا حکمت و خودتو محکوم کنی که اونجا بوده. اونجا دیگه باید بپذیری که ارض الله واسعه و بعد پشی بری هجرت بکنی و بتونی اهداف بدی. ولی از روی تنبلی، از روی خودخواهی، از روی خوشی، از روی لذت، از روی هر چیز دیگه، نه دیگه اسمش هجرت نیست، این منفعت طلبیه که آقا اونجا چون مثلا ما $15,000 حقوق میدم، من از اینجا هجرت میکنم به اونجا. این هجرت نیست، من این خود اینه که خب خدا رو شکر برم پول بیشتری در بیارم. نه خب در بیاری، من مشکل با پول در آوردن ندارم، پولم دوست دارم، خیلی ان شاءالله بیشتر در بیاد، ولی یه چیزایی رتبه‌ای دارن دیگه، یه اولویت‌بندیایی دارن. زمان یه جاتی که میگه آقا من مثلا دنبال توسعه تفکر یا دنبال توسعه فناوری یا دنبال توسعه چیزی هستم، مثلا بیخوبون نمیذارن. خب باشه بیا برو یه جایی که میذارن. اونطور نشدم، هنوز این حاله رو ندارم به مفهوم اینکه باید مهاجرت کنم اینجا دیگه دارم خفه میشم نمیتونم. نه خبر نیست. آقای دکتر شما نوع مهارتی که در واقع میفروشین و در معرض قرار میدین به عنوان یه مهارتی که شما دارید از جنس مهارت نرمه، یعنی دارید کمک میکنید که چرخ بیزینس بهتر بچرخه. منظورم از مهارت سخت مهارتی که خیلی ملموس‌ترن، مثل چه می‌دونم کد نویسی، کپی رایتینگ، دندون پزشکی. مهارت شما از این جنس نیست، مهارتی است در حوزه مشاوره و اینکه چطوری میتونی کلا شرکت تو حالش رو بهتر بکنی. این به عنوان یک چالش تو ذهن من همیشه بوده که کسانی که مثلا فرض کنید من خودم راجع به خودم این چیز دارم، مثلا ایده پرداز خوبی ام، متأ ایده پردازیه رو به راحتی این که مثلا من یک گرافیست خوبی ام نمیتونی تو بفروشی.
چون آدما میفهمن دیگه، میگه این نشست پشت کامپیوتر، این 4 تا مثلا حرکت کرده، این پوستر رو به من داد، ولی ایده پردازیه رو احساس می‌کنم شاید تا حدی هم در مورد شما. برام سواله که اونو چجوری میشه برای شما استاد بازاریابی هم هستید، برای اون چجوری میشه برای مهارت این شکلی بازاریابی کرد؟ ببینید داستان کسب و کار با داستان زندگی خیلی متفاوت نیست. خیلی از ما موفق نمیشیم چون راهمون رو درست انتخاب نمی‌کنیم. خیلی از ما جای درستی نمیشینیم چون از بالا نگاه نمی‌کنیم. همینطور تو شرکت‌ها من خودم 2 تا دوره تولید کردم. اسم یکیشو گوشم 10F، یکیشو گوشم 10S. تو اون دوره 10F در مورد توسعه توازن فردی صحبت می‌کنیم که 10 تا F هم که از faith ایمان شروع میشه تا به family, friendship, fun, fitness, focus, feedback, future. 10 تا F. تو 10S من کاری که برای شرکت‌ها می‌کنم اینه که یه بار خودشونو با خودشون دوباره آشنا می‌کنم. میگم بیز گام به گام بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. اسپک چیه؟ اسپسیفیکیشن تو اول بگو ببینیم تو ژنتیک تجاریه یا تولیدیه. حالا اسپکت به کنار، اسکوپ چیه؟ دامنه محصول چیه؟ حالا سگمنت، کدوم سگمنت رو انتخاب کردی؟ سورسات چی ان؟ تا بریم جلو. خیلی وقتا به اس دهم که میرسیم همونجا مشخص میشه که خیلی رو هم دیگه منطبق نیستن. طرف یه استراتژی رو انتخاب کرده که منظور کافی سورسش نداره، یا یه سورسی داره اصلا واسه استراتژی انتخاب نکرده، یا یه سگمنتی رو انتخاب کرده که در استراکچرش هیچ کسی برای اون اصطلاحاً استانداردی نداره. ببینید من همیشه میگم شما میخواید موفق باشید، میخواید ماندگار شید، بعد صاحب مکتب بشید. میگه استایلت رو تبدیل به استاندارد کن، اونو تکرار کن، تبدیلش کن به اسکول. یه مراحلی داره. شما مثلا میخوام بگی من میخوام یه مکتب کاری یا مکتب فکری یا مکتب آموزشی داشته باشم. میگم باشه، مکتب رو به چی میشناسن؟ به استانداردهایی که توش مراعات میشه. استانداردها از یه سبکی ناشی میشن. شما میگم مثلا تولید به سبک یا مکتب تولیدی ما اینه. میگم خب چی هست اصلا نداریش که. چی رو میشه بازاریابی کرد؟ ما اولین چیزی که مخاطب نشون میدیم بزرگترین عارضه بازاریابی در کشور بگم. ما در بازاریابی عمدتاً میگیم ما کیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رضا نظری هستم، با این رزومه، با این تحصیلات، با این تجربه، با این کارو کردم، این کارو میکنم، این کارا رو میتونم بکنم، این فهرستش، ببین این کارو میکنه، این مسئول من این کارو میکنه. این اشتباه ترین شیوه است در رشته یا رسته ما. ما در بازاریابی میریم مخاطب میگیم تو رو شناختیم. میگم سلام آقای دکتر حسینی، حال شما چطوره؟ تو از این حوزه میای که بیشترین مسائلی که داره اینه. بعد طرف دیگه منو میخواد. چون بازاریابی رسته من نشان دادن مخاطب به خودشه، نه نشان دادن من به او. خیلی نکته جالبه. آره، بنابراین من وقتی میرم جلوی شرکت سازمان قرار میگیرم، اول از همه شواهدی ازش بهش نشون میدم که ببین من تو رو میشناسم، ولش کن من کیم، اصلا مدارکی من شب قلابی، ولشون. ولی تو گفتی تو کجا کار میکنی؟ صنعت مبلمان تنباری پیدا کردی، نه؟ میگه که کجا میدونی؟ میگم خیلی واضحه، تو داری ست تولید میکنی، آن ست میفروشی، داری یه دونه تخت، 2 تا دراور، نمیدونم چی میزنی، ولی تو فروشگاه معمولا اینجوری فروش نمیره، معمولا منجر به تنباری میشه. یا چند تا دونه از اینایی که میگیم طرف دیگه آماده است، میگه خیلی حالا چیکار کنم؟ میگه حالا بیا با هم دیگه کار میکنیم، حالا میریم تو رو تبدیل میکنیم به دیتا دریون کمپانی داده محور. از این بعد 100 تا تخت تولید کن، 75 تا پاتختی و 40 تا دراور، چون دیتاهای فروشنده داره نشون میده که به این ریت داره فروش دراور کم. پس بنابراین با همین ریت تولید کن، بنابراین تنباری کاهش پیدا میکنه. یا چیزای دیگه که وجود داره. خیلی مهمه بازاریابی رشته ما نمایش طرف به خودش به شکل صحیحشه، نه نمایش خودمون به او. من قرار نیست اونجا برم یک ویترینی درست کنم از این که من چه تحصیلاتی کردم، چه تجربی دارم. اگه موفق شدم به او بگم که تو رو شناختم، که تموم شد. طرف من اعتماد میکنه، میگه تو حالا بگو. ببین تو رشته ما 4 تا فاصله شگرف به حوزه انسانی وجود داره. یکی کاری که می‌کنم آرزویابی سازمانیه. در آرزویابی سازمانی که ما درد سازمان رو تشخیص میدیم، چند تا مشکل هست. یکی پزشکی انسانی بالای 5000 سال سابقه داره، پزشکی سازمانی به 100 سال نمیرسه. 2 در پزشکی انسانی کلی لابراتوار داریم، ما در حوزه پزشکی سازمانی اصلا آزمایشگاه نداریم که یکی بتونه بنویسه که برو آزمایشگاه محسود آزمایشگاه فلان اینا رو اندازه‌ای بگیر بیار، ما نداریم. من امیدوارم یه روزی بتونم این منیجمنت لب رو بزنم، یعنی برم بالا دست صنعت مشاوره قرار بگیرم، بگم بدید من براتون ارزیابی کنم و حالا شما به دوست دارین باش چیکار کنید.
سومیش اینه که انسان در حوزه درمان دروغ نمیگه، ولی سازمان‌ها میگن. نه آمدانا، مثلا طرف شما محال سردرد داشته باشید برید مثلا برای پزشکی دندان پزشکی یا نمیدونم غیره، ولی خیلی از سازمان‌ها مثلا سرشون درد می‌کنه میگن آقا این از این بازوی من درد می‌کنه، چیکار می‌تونی بکنی؟ نمیخواد اعتراف کنه که در ناحیه مغز یا اندیشه مشکل داره. و در انتهای فاصله سنگینی که بین آرزویابی سازمانی و آرزویابی انسانی است که سازمان‌ها یک موجود چاربعدی از سخت افزار، انسان، نرم افزار و مدیریت یا سازمان افزار، هم مدل اسکا. بنابراین برای درمانشون تک‌بعدی نمیشه کار کرد، باید به صورت متوازن بهشون پرداخت. زمانی که ما به یک مخاطب ثابت می‌کنیم که تو رو فهمیدیم، تقریبا بالای 80% کار تموم شده است. میگه خیلی حالا تو بگو. مثلا تو الان باید فعلا بشینی پای آرزویابی. تو فعلا باید بری مدیریت سبد سرمایه تو درست کنی. تو فعلا که منجر شده به انبوهی از پروژه متعددی که من تا الان انجام دادم. خب فناوری کلا الان توی حال هوایی که ما امروز هستیم کلا در حال تقدیس شدنه، چون ما کمتر می‌بینیم کسی راجع به این صحبت کنیم که آقا به خصوص تو فضای مثلا چیزی مثل سوشال مدیا که خیلی هم الان پررنگ و اینا، کمتر کسی به خودش جرأت میده که با پدیده‌ای مثل اینستاگرام مخالفت کنه. میگه اگه مخالفت کنی میگن اون مولی یا هر چی. کسی هم جرئت نمیکنه خیلی این کارو بکنه. انگار یه حاله‌ای دورش کشیده شده کسی به اینا نزدیک نشه. اینا جزء دستاوردهای بشری هست. و شما هم که در سیلیکون ولی بودین طبیعتاً در به قول معروف مغز و مرکز همه این ماجراها بودین و حالتون شما الان با تکنولوژی تقدیسگراست یا اینکه نه تقدیسگرا نیست؟ ببین شما تقدیسگرا نیست، نباید از هیچ کدوم از دو طرف بام افتاد. سالها پیش من یه دبیری همایشی بودم، تو کیش اجرا کردیم، برای سال 89 یا 90 بود. زمان خوش خیلی پیشرو بود. اصلا عنوانش پیشرو بود. The impact of development of new technology and human prosperity. یعنی تأثیر متقابل سعادت بشری و توسعه فناوری. روز اولش تقریبا دعوا شد. چرا؟ چون مخاطبین کنفرانس اعضای پنل با همدیگه در تو سعادت اصلا به توافق نمی‌رسیدن. مثلا همین الان هوش مصنوعی بسیار توسعه پیدا کرده. من چون دیگه میتونم تولید محتوا نکنم این انجام بدم، من آدم خوشبختیم. یا من احساس میکنم وقتی متنی که من تولید میکنه از متنی که من خودم تولید میکنم بالغ‌تره، احساس بدبختی بهم دست میده. بالاخره دو متنی که یه متنه، نوع نگار توئه که وای من چه انسان خوشبختی ام، دیگه میتونم اون همکارم که در بخش تولید محتوا کار میکرد و مرخص کنم بره، دیگه بهم میگم یه سناریو برای من بنویس که وقتی میگم ایداد بیداد این قرار بود بیاد منو کاملتر کنه، این قرار نبود هوش مصنوعی بیاد هوش انسانی رو حذف کنه. من زمانی میتونم اینو ازش درست استفاده بکنم که یادم باشه که قرار نیست این باز من پیشی بگیره، این در خدمت منه، من در خدمت این نیستم. به مفهوم کسی که فناوری رو به خدمت میگیره، بسیار اعتقادم آدم باید فناوری روز رو بشناسه و به درستی ازشون بهره بگیره. به مفهوم ادیکشن، به مفهوم تسلیم شدن، به مفهوم نمیدونم تقدیس گرایی به فناوری به شدت مخالفم. اینا تمام ابزارن و بعد هر لحظه که احساس کردیم که یه سری از چیزهای دیگر رو در مد نظر قرار میدن توشون بازنگری بکنیم، محدود کننده‌ای برشون بذاریم، الگوهای لژان گسیخته توسعهشون رو تک‌بعدی جلوشون رو بگیریم. خیلی وقتا حتی تو مباحث اقتصادی کشورها مطرح میشه، یا ما مثلا یک نرخ رشد اقتصادی داریم، یک نرخ رشد فرهنگی داریم. اگه دیدی داری اقتصاد فرهنگی پیشی میگیره اونو کندش کن. ممکنه بگه آقا این چه کار امولگرایانه ای، آدم رو رشد اقتصادی کند کنه. میگم آره وگرنه بعداً منفجر میشی که شکاف فرهنگی درست میشه. توضیح فناوری هم همینطوره. مثلا میگه آقا ما تو علم ژنتیک تا مرز شبیه سازی رفتیم، میگه نگرش دار فعلا بذار اخلاقو توسعه بدیم تا این مرز. رشته‌ای داریم برام بیوتیکس یا اخلاق زیستی که اصلا به این موضوع میپردازه که قرار نیست بشر هر کاری میتونه بکنه که ما بارها ثابت کردیم که اسلحه درست کردیم، خب چندین هزار جانور رو نسلشون رو منقرض کردیم، مواد شیمیایی توسعه دادیم، خب لایه اوزون رو سوراخ کردیم، نابود کردن خودمون تخصص. آره خیلی خوب. بنابراین آقا یه لحظه وایسیم، اگر همینم من درست باشه وجه نکنم یه لایه دیگه رو سوراخ خواهد کرد.
پس باید مراقب باشی. یه نکته میگم، ما چون بالاخره تو حوزه تولید محتوا این داستان هستش و خیلی هم پررنگه. ما مثلا راجع به اینستاگرام این چیزو داریم که آقا مثلا دیگه اصلا مردم حوصله 30 ثانیه دیدن و 10 ثانیه باید حرفتو بزنی. من زمان راجع به مفهوم مجال داشتم فکر می‌کردم. یه چیزی هم جایی نوشته بودم راجع به این موضوع. میگن مثلا این استکانای کمرباریک رو دیدین دیگه، میگن مثلا این رو طراحیش اینجوری بوده که باید یه جوری این دهانه رو تنگ گرفتن که خیلی زود سرد نشه و تو بتونی به آرامی داشتم فکر می‌کردم که کسی که تونسته همچین چیزی طراحی کنه مجال اندیشیدن داشته، اصلا مجال این داشته که راجع به پروسه نوشیدن یه فکری بکنه. و دنیایی که اینستاگرام توش پرچم داره و سردم داره اساسا این مجال ها رو داره از تو به عنوان یک انسان میگیری. یعنی تو اصلا مجال نشستن نداری، یه ساعتی بنشینی، میگه تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. این مدام در حال دویدنی. تکنولوژی همچین خطری هم داره، یعنی انگار مجال ها رو داره میگیره. شما چون استاد رسانه هستید این تیکش درس پس دادنه، ولی میدونید که ما در رسانه میگیم کولد مدیا، وارم مدیا. مثلا وارم مدیا اونجایی هستن که خلاقیت تو رو به کار میگیرن، به تو سهمی میدن در اون مطلب که در رأسشون کتابه. شما وقتی کتاب میخوانید شریک نویسنده میشید، شریک حوادث میشید، صحنه پردازی میکنید. مثلا وقتی دارید کتاب فرض کنید بی‌نوایان رو میخونید، میگه چهره زشت تناردیه، تو نقاشی. میگه در آن سرمایه سخت زمستان درجه حرارت تنظیمش از شماست. در آن شهر شلوغ تصویرشو تو میسازی. بنابراین همینجوری داره تفکرات تو. ولی وقتی همین رو فیلمش نگاه میکنی شما محکومی. تناردیه میاد یا میگه شاید داییته و قبول کنید دیگه. الان نمیتونید دستکاری نمیتونید تو این قیافه بکنید. نشون میده مثلا طرف داره بدون کت راه میره، میگه در اون سرمایه سرد زمستان، میگه آقا ما تو پاییز نمیپوشیم، این همدان تا حالا نیومده زمستونشو. تو هیچ سهمی نداری در این. بنابراین کولد مدیاها به صورت یک دیکتاتوریسم سافت دیکتاتوریسم یا دیکتاتوری نر به شما القا میکنن صحنه ها، حوادث، چهره ها، دما، نقاشی، زشتی، زیبایی که فناوری نوی مثل اینستاگرام اینا دیگه حتی کوچکترین خلاقیت هم تو میگن، چون دیگه در همون کولد مدیا هم شده شورت اند کولد، کوتاه و سرد. بنابراین تموم شد. چون به خودت میای نگاه میکنی از یه عالمه چیز لذت بردی که بعضیاشو مغزت بهت گفته بر لذت ببری. چرا؟ چون 10 میلیون فالوور داره. اگه تو از این خوشت نمیاد مشکل از توئه، وگرنه مردم 10 میلیون دیوانه که وجود دارن که. ولی مثلا فلانی حتما مطالبی ضعیفه، مثلا 10 کا بیشتر فالوور نداره، یعنی یه جاهای دیگه شاخص‌ها تبدیل میشن کمی، محتوا میره کنار، کیفیت میاد پایین. ولی خب در این حال باید یه چیزی بپذیریم، آقا این یک رسانه اجتماعی پر کارکرد مجازیه که البته کارکرد اصلیش تجارت و در واقع اینستا شاپینگ یا چیزای شبیه اینه. حالا داره هزار تا اتفاق دیگه هم کنارش میفته. ولی ماییم که منظورم اینه که همیشه اگر تونستیم ما مدیریت بکنیم بهره‌شو میبریم، بذار اون ما رو مدیریت بکنه بهره‌شو میبره. این مثال رو بذارم عبور کنیم، خیلی ربطی به این قضیه نداره. ولی من یکی از دوستانم زنگ زد که بذار چرا این دعوتنامه‌هایی که گروه‌های خارجی میان تو اتاق بازرگانی میاد 10 تا یکیشو تو نمیای، تو تعامل خارجی مخالفی؟ گفتم نه شما خیلی دیر میگید. میگی مثلا فردا داره یه هیئت فلانجا میاد، مثلا نمیتونم مطالعه کنم کیان چیان، نه برای چه فرصتی همکاری من وجود داره، بنابراین نمیتونم با برنامه بیام تو جلسه که بعد با برنامه پیش بره. من برنامه ندارم، طبق برنامه نفر مخاطب پیش میره، من توی هم جلسه نمیام. شما لطف کنید یه خود زودتر بگید. اونا وقتی بخوام پشم بیام پلوما دندونه ما رو شمردن اومدن عزیز منم شیفته ارتباط با اینا هستم ولی شیفته نیستم. این دو تا مفهوم متفاوته. این بازی‌های زبانی شما خیلی پدیده‌ای ها. آره خب فرق داره. یا شما یه ذره خلاصه اون بال و وبال اونجا شنیدم یه بار، حالا تو این مصاحبه گفتن این شیفته و شیفته خیلی خوبه. آره آدم شیفته ارتباطات باشه با دنیا، شیفتش نباشه. حالا به اینستاگرام ربط داره. من اتفاقا دیروز یه جایی صحبت می‌کردیم راجع به اینکه گفتم این صفحه اکسپلور رو شما خیلی جالبه، خودم بامزه است. شرکت متا که در واقع مالک این پلتفرم هست شاید مثلا از اون
چیزی که تو صفحه اکسپلور به شما نشون میده یک فریم هم خودش تولید نکرده باشه. بله اصلا. ولی فضا رو یه جوری ایجاد میکنه که اساساً یک آرایش خاصی اونجا شکل میگیره و شما نمیتونی بگی اون پلتفرم نسبت به اون کاملا بی‌طرف. نه اتفاقا اون کاملا با طرف. این پلتفرم‌های جدید از این حس خودشیفتگی و خودخواهی ما خیلی خوب سوء استفاده میکنن. دائما ما رو به خودمون نشون میدن و ما کیف میکنیم. یعنی این ریلزایی که میاد به ذائقه ماست دیگه. یعنی ما شروع میکنیم صفحاتی رو دیدن، بعد اون صفحه‌ای که بر من باز میشه در ابتدای صفحه اینستاگرام نگاه میکنم چقدر زیباست، این خیلی زیبا نیست. ممکن شما نگاه کنید بگی این پرت و پلا یا این مهملات چیه؟ آقا این از این صفحه اول اینستامتون میاد، نمیدونم این تصویر این تصویر این تصویر این تصویر. منم ممکن ما شما نگاه کنم که از خود خیلی دوست به نظر من خیلی نازیبا بیاد. اون فهمیده که اگه بتونم هر کسی رو خودشو به خودش نشون بدم، هیچ کس بیشتر از دیدن هیچ کسی به خودش لذت نمیبره. این زیبایی این مال این تیکشه. نمیاد مثلا بگه آقا مثلا مور فرکوئنتلی مثلا چیزی که بیشتر همه بازدید شده چیه؟ میگه تو بیشتر از همه چی رو دیدی، ولش کن اون خوبه. اون که تو دوست داری. اون که تو دوست داری همون خوبه. بیا حالا من همون کارو بهت میکنم. تو مثلا هی رفتی آشپزی نگاه کردی، حالا اینستا تو باز میکنی، بیا من نگاه کن همین جوری اینجا آشپزی میکنم. بهاری کلا ببین چقدر این زیباست. چرا زیبا؟ چون شبیه توئه، چون شبیه اعتقادی تو. شخصا فکر کنم که هنوز ما دقیقاً متوجه این که چقدر پدیده، ببخشید این کلمه انگلیسی بکار میبرم دوستم ندارم، ولی چون گیم چنجینگیه و گیم چنجینگ نه از حیث خوب، به نظرم از حیث بالا میشه بی خودم با شجاعت گفت بد، و چقدر داره همه چیز رو عوض میکنه، به خصوص برای کسانی که در سنین خیلی کم دارن بهش دسترسی پیدا میکنن و اساساً به نظرم اینا چیزایی که یواش یواش بعداً معلوم میشه. بلوغ زودرس یا نابالغی دیرهنگام دوتاش عارضه است. ما خیلی سال پیش همه اومدن نشستن گفتن آقا مثلا بیاین گروه‌های سنی درست کنیم، گروه سنی الف، گروه سنی ب، گروه سنی جیم، که مفهوم اینه که محتوای مورد نیاز اینو بهش بده. ما متاسفانه به طرز لجام گسیخته‌ای دسترسی فناوری رو با توسعه یافتگی اشتباه گرفتیم. مثلا ما دیدیم بچه دبستانی رو بهش گوشی دادیم، اینترنت دادیم، به لطف وی پی ان دیگه دسترسی به هر سایتی رو دادیم. این اتفاقا خیلی ما رو عقب انداخته. یعنی که اون فکری که باید درگیر خلاقیت بشه، درگیر تون دیدن چیزایی که بقیه تولید کردن. اصلا مهلت تولید به شما داده نمیشه، شما واقعا مهلت دیدن بازم نمیرسید. با اینکه میانگین استفاده در شبانه روز جامعه ما حدود 4.5 ساعت شده، این خیلی عدد زیادیه. آقای دکتر میدونم یه خورده دیگه ممکنه زمان طولانی شده باشه، ممکنه شما هم خسته باشین، دیگه خود سوالا رو سریع‌تر بپرسم. ما چند تا مفهوم داریم. من روز به روز داشتم بازی آماری میدم نشون که کلا تو سیلیکون ولی مثلا 6000 تا هولوم 6000 تا شرکت داریم. ما اینجا 10000 تا شرکت فقط از صندوق توسعه فناوری و اینها فقط وام گرفتن به عنوان دانش بنیان و اینها. این اکوسیستم ایران واقعا چقدر چیز واقعیه؟ اکوسیستم استارتاپی ما چقدر چیز واقعیه؟ چند درصدش واقعا داره یه کسب و کاری داره میچرخه، چند درصدش فقط یه پوسته است به نظر شما؟ ببینید بستگی به نوع نگاه داره. به نظر من همین موضوع ترویجی، حتی ایده های ضعیف رو سرمایه‌گذاری کردن، به جوانان شجاعت تأسیس شرکت دادن خوبه. من با این تیکش اصلا مخالف نیستم. حالا یه ده مسئول پیدا میشن هی دنبال تولید کمیتن که بگم امسال نسبت پارسال اینطور شد فلان، حالا بماند، اونشو من خیلی واردش نمیشم. ولی ما الان تو مرحله رشد کمی هستیم. اتفاقا خوبه، بذار 10000 بشه 20000. ولی در کنار این چند تا کار باید بکنیم. یکی این که بپذیریم و بپذیرونیم که برترین ویسی دنیا که تو هم ایالات متحده آمریکا هست، ساکسس ریتش 33%. یعنی هر 3 تا یکی. مثلا جشن اولین شکست رو بگیریم. ببینید چرا میگم؟ مثلا میگم آقا بچه استارتاپی که دور هم جمع میشن، ایده اولی که دارن شکست میخوره، همونجا باید یه جایزه بهشون بدیم. میگه آها تو باریکلا، تو اولین شکست خوردی. چون رشد از پذیرش شکست شروع میشه. اصلا لذت پیروزی از جایی که تو بپذیری و بتونی اذعان کنی که شکست خوردی. من خیلی دوست دارم که
اولین کنفرانس ملی شکست رو برگزار کنم، جایی که افراد جمع شیم از کار اشتباهی که کردیم با هم صحبت کنیم. احساس میکنم خیلی دستاورد اما لازم باید سخنران اولش باشه. آره نه اصلا فرق نمیکنه، حتما با افتخار باید بیایم، چون باید بپذیریم که توسعه یافتگی بخشیش پذیرش شکست هاست، اقرارشه و اصلاحشه. این که ما هی میایم جشنواره درست میکنیم به برترین شرکت ایرانی جایزه میدیم که همین بدون اصلا حالش خوب نیست، هی خودروسازا رو میاریم آقا جایزه تعالی، جایزه‌ای که با آقا تاش میگیم آقا چرا توهم داریم؟ بذاریم بگیم که آقا مثلا فرض کنیم آقای نظیر آدمی که 3-4 صفحه کاغذ آچار پشت رو رزومشه، رزومه موفقیتاش، چندین تا زونکن پشت این رزومه‌های شکستشه. این 3-4 صفحه‌ای که می‌بینین مدیون چند هزار برگه ها. اون خاطره ابتهاج رو گفتیم. آره خدا رحمتشون کنه حسین خانم. یکی اینه که خیلی دوستش دارم تو کشور جاری و ساری بشه که آقا بیایم به قول خودمون ناکامولوژی را بنازیم، شناخت ناکامی رو به رخ بکشیم. خیلی از این شرکت‌ها واقعا پوستن. خیلیشون اصلا دانش بنیان نیستن، اظهار دانش بنیانی دارن بخاطر اینکه منافع دانش بنیانی استفاده کنن. ولی در این حال خیلی هم شرکت دانش بنیانی خوب داریم، یعنی همشون یه صفت خیلی یدک میکشن. خیلی شرکت دانش بنیانی خوب داریم، خیلی شرکت‌های کلاهبردار دانش بنیان داریم، خیلی شرکت داریم که اسم دانش بنیانی یه پوست ساده، یعنی هیچ کدومشون کم نیست. پس میتونیم یه چیزی رو بگیم کارنامه نسبتاً موفقی داشته ایم در ترویج اقتصاد دانش بنیان. ولی اون تیکش که اتفاقاً گرایش فکری و ذهنی و علاقه منه، تجاری سازی فناوری پیشرفته. How to destinate high tech to market. چجوری محصولات نوین رو بیاریم تو بازار، خیلی کم کار کردیم. ما یادمون رفت که بگیم ساینتیست، دانشمند کسب و کار دانش بنیان تخصصه. بنابراین ما بیزینس اسکول دانش بنیان نداریم. من خیلی باز اینو حسرت میکشم که یه دونه بیزینس اسکول بالی با گرایش چی های تک به وجود بیاد. ورودیش دانشجویی هستن که آیتی خوندی، نانو تکنولوژی خوندی، بایو تکنولوژی خوندی، ادوانس متریال خوندی، باشه. حالا بیا یاد بگیر مارکت میکینگ رو، بازارسازی رو، نه مارکتینگ رو یا بازاریابی رو. چرا؟ محصول نوظهور بازار نداره، باید بسازیش. تو محصول روتین تولید نمی‌کنی که بری بازاریابی کنی براش که. انشالله مسیر خوبه، فقط میگم یه خورده اوضاع تلطیف‌تر بشه، این جوانامون رو بهشون اعتماد کنیم و صنایع راشون بدن، تعارف رو کنار بذاریم، بهشون بازار بدیم، بهشون اعتماد کنیم، به دنبال دادن لوح و جشنواره و آمارهای کم میره بالا بردن نباشیم. ضریب نفوذ اینا رو تو اقتصاد بریم بالا، حتما جای تحول داره. یه مفهوم دیگه هم هستش، یعنی 2 تا مفهوم دیگه میخوام راجعش صحبت کنیم. یه مفهوم منتورینگ، یعنی الان که سالهاست مرسومه تو این اکوسیستم خودمون، آدم‌ها تحت عنوان منتور میان و چی میکنن. اینا چقدر واقعی؟ یعنی همیشه سوال پیش میاد که اینا خیلی آدمای قوی هستن، خب چرا خودشون هیچ وقت نتونستن یه بیزنس برای خودشون تشکیل بدن؟ ببینید واسه کوچینگ و منتورینگ البته 2 تا چیز متفاوته. خب یه تیکه‌اش رو فهمم شما موافقم، مثل تب زدگی میمونه، مثل یه وقتی مد میشه، یه وقتی ایزو مد میشه، یه موقع نمیدونم چی مد میشه، ای آر پی مد میشه، یه موقع حالا منتورینگ مد میشه. یا بعضی از عزیزان میرن مثلا یه دوری رو میگذرونم که تربیت بشن برای اینکه آداب منتورینگ چیه، ولی اون آداب رو بلد بودن خیلی فرق داره با محتوا داشتن. آدم باید اول یه محتوایی داشته باشه توی رشته، توی رسته، آداب منتورینگ رو یاد بگیره تا تبدیل منتور بشه. ما خیلی کم داریم چه می‌دونم مربی بسیار قوی که مثلا ورزشکار اون رشته نبوده. خیلی نادر پیدا میشن که آقا طرف هیچ وقت این بازی رو انجام نده ولی که بهترین مربیاشه. نمیشه که تو با خود بازی کرده باشی. ما اصلا توی مشورتمون به خیلی ساده میگم آقا مثلا شما خب بری کوهنوردی، هر کی میخوای باش، هر چقدر رزومه داری داشته باش، ولی بعد پشت سر یکی رو ببین بشه بلد. این بلده هیچ رزومه نداره که یه بار این قله رفته. و نمیشه که شما میگی آقا من میخوام جلو برم، تا حالا قله رفتی؟ نه، پس صحبت نکن. دکترا داری، 60 سالته، 50 تا قله رفتی، بعد پشت سر این روستایی بری که این تنها کاری کردین که یه بار اینجا رفته. منتورینگ یه جوری شکلیه، باید بتونیم، باید یه بار بریم. نمیتونیم بیام میگم آقا من میخوام تو رو به یه جایی ببرم که من تا حالا نرفتم. ممکن نمیشه که، خیلی سخت. میدونی که ما باز قرار از اونجا که جامعه همه این چیزا رو توش داره دیگه. اولین کوچ تاریخ که میدونیم کیه که
خضر. آره دیگه، از خضر دیگه. یعنی که خدا اونجا پیغام میده که میگه ببین جناب موسی، شما اولوالعزمی برترین پیامبر دوره خودت هستی، ولی یه بنده ما داریم که خلاصه یک نعمات و حکمتی از سمت ما داره که باید بریم پلوی این. اونا قبولش نمیکنه، با منت قبول میکنه، میگه آقا لما یه صبر، تو نمیتونی اصلا که نما صبر کنی، چه اولین شرط رشد صبوری است. اصلا میگن آقا به جای پیامبر اولوالعزم میگیم پیامبر اولوالصبر، یعنی این از چون ان الصبر من عزم الامور، یعنی اگر تنها جایی که میتونیم عزمو براش معادل پیدا کنیم در خود قرآن اینه. میگه آقا عزم چیه؟ میگه صبره. میگه نمیتونی صبوری کنی، برای نمیتونی یاد بگیری. بیتابی. خیلی داستان پر رمز و رازیه. آره اون خیلی پر رمز و رازه، ولی یه پیام برای من شاگرد ناچیز داره که رشد مدیون صبوری است. بیتابی آغاز عقب افتادگی است. یه مفهوم دیگه هم می‌خوام راجعش حرف بزنیم، بعدش هم بریم راجع به موضوع دیگه صحبت کنیم و بعدش هم چند تا موضوع دیگه. یا خدا. پرسونال برندینگ چیه؟ این پرسونال برندینگ من راستش به احساس بکنم که چه می‌دونم برای من یه خورده با حفظ احترامم یه جواب تلفن ندادن گاهی وقتا نمی‌دونم یه نوعای خاصی مثلا چی میگن با سر بالا راه رفتن و احتمالاً یه ذره بادی بیلدینگ و مثلا چیزای این روزا با اینجور چیزا تو ذهن من میاد، در حالی که احساس کنم اساساً اسمش جدیده. ما به هر حال هر کسی در طول تاریخ از خودش یه هویتی رو که تبدیل میشه به کوالیتی اون آدم، چون گفتم کوالیتی ولی حالا بالاخره ارائه میده دیگه. پرسونال برندینگ منطقاً باید یه چیز مثل این باشه. منتها الان تبدیل شده به یه چیزی که میگم با بیشتر ادااتوار تبدیل شده به ادااتوار. شما میدونم تو این حوزه هم کار کردین، تخصص دارین و اینا. یه خورده راجع درستش به ما بگیم درستش چیه؟ ببین پرسونال برندینگ در واقع بازتابی است که از خودتون میخواید در جامعه مخاطبی که شما انتخابش کردید ایجاد کنید. این با فیس لیفتینگ، زیباسازی، سلبریتی سازی، نمیدونم اینجور چیزا خیلی فرق داره. ما هممون یه بازتابی داریم در جامعه. آن چیزی که ما رو به واسطه اون میشناسند یا پیش بینی میکنند. ببینید صحبت کوتاهی بکنم در خصوص آدمای کامل. آدمای سالم و از نظر عقلی کامل کسایی هستند که پیش بینی پذیرن. من نمیگم دقیقاً چه کاری پیش بینی میکنه، ولی میشه پیش بینی پذیری داشت. و اگر کسی تو طول زندگیش یک بار شنیده باشه که از تو انتظار نداشتم، یعنی دیوانگی کرده. پیش بینی پذیر بودن، چرا ما باید خودمون رو پیش بینی پذیر کنیم؟ پیش بینی پذیر کنیم تا مردم بدونن کی به چه مناسبتی میتونن به ما مراجعه کنن. اگر یه بار وقتی یه خبری میشنویم داغ کنیم، یه بار بخندیم، یه بار گریه کنیم، طرف میگه اینو ولش کن، این دیوانه است، به این خبرا رو ندید. یا در این حوزه ها از فلانی استفاده نکنیم. چرا اینطوریه؟ چون شما میخوای خود شخصیت بسازی، میگیم آقا برند رفلکشنت میخواد چی باشه؟ اینکه میخوام بهش یه خبری بدیم، نمیدونیم چه برخوردی میکنه، اینکه تو هیچ وقت نمیشه. و اگر اینکه تو پرسونال برندینگ یک چیزی، یه شخصیت خود بسازی که بگن که ببین اگه خواستین خبر بدی هم به کسی بدین آقای فلانی بده. میگن چرا؟ چون ما دیدیم که چه جوری برخورد میکنه. حالا این میشه فرد، حالا در سطح سازمان و کشور هم میشه. یعنی من میگم آقا همونطور که یک انسان بالغ و خودشون پیش بینی پذیر کنه، شرکت‌ها با خودشون پیش بینی پذیر کنن، کشورها هم خودشون رو پیش بینی پذیر کنن. الان کشور من مدیرانش باید کشور رو تلاش کنن به پیش بینی پذیری نزدیک کنن. مثل چی؟ پیش بینی کنیم نرخ تورم چقدره، پیش بینی کنیم که نرخ دلار چقدره، پیش بینی کنیم که نرخ افزایش حقوق دستمزد کارگر سال بعد چنده، پیش بینی کنیم که قطع و وصل برق چه جوریه. چه میدونم، حالا نمیگیم چه شکلی. وقتی شد مادر پیش بینی پذیری، یعنی پیش بینی پذیری مادر برنامه‌ریزیه و برنامه‌ریزی زیر ساخت توسعه. مگه قرار باشه در طول زندگی خودم رو توسعه بدم، خودم اول باید پیش بینی پذیر کنم. این کار رو با پرسونال برندینگ هم انجام میدم. همین دیروز من داشتم مثال میزدم، رفتم یک سازمانی برای کار آموزش. گفتم من خیلی خوشحالم که تو پرسونال برندینگ هم اینجا موفق بودم. گفتن چطور؟ گفتن چون از در میادم تو آبدارچی محترمتون دیدم که با من روسی گفت گفت چه عجب. و اومدم طبقه چهارم آسانسورگاشون مدیر عاملتون داشت میرفت من دیگه گفت با من روسی کرد گفت چه عجب. خیلی خوشحالم که
از آبداچی تا مدیر عامل دلش بر من تنگ شده. اگه فقط آبداچی دلش تنگ میشد یه جایی خطا کرده بودم. اگه فقط مدیر عامل میگفت چه خبر، این میگفت باز این یارو مردی که اومد، باز من باخته بودم. داشتم اینو بهشون آموزش میدادم که پیوستگی شخصیت، پیوستگی رفتار و تولید اون چیزی که شما دوست داری بازار یا مخاطب در شما بازتاب داشته باشه. یه مثالی که ساده میذارم. الان مثلا فرض کن یه آقا یا خانم اینجا بود، بهشون گفتیم آقا مثلا دستور قرمه سبزی چیه؟ ایشون شروع میگه مثلا میگه اینجوری پخته میشه. بهش میگفتیم که ما به تو گفتیم مخاطبش کیه؟ نگفتیم. گفت خب اینجوری درست میکنن دیگه. چرا؟ چون این مخاطب فرضی داره. ولی اگه به طرف بگیم که میتونه قرمه سبزی بپزی برای کسی که مثلا به شنبله حساسیت داره و ضمن فشار خون داره و ضمن دکترش بهش گفته گوش نخوره، ممکنه اصلا دستورش رو تغییر بده. همه ما وقتی صحبت میکنیم مخاطب فرضی یا پیش فرض داریم. تو پرسونال برندینگ خود اینو ما بهش حساسیت به خرج میدیم. میگیم برای کی میخوای چی بسازی؟ میخوای در جامعه دانشگاهی چی از تو تداعی بشه، تو جامعه صنعتی چی تداعی بشه، تو خانواده و تو بدن مختلف سازمان. برای تک تک اینو شخصیت و رفتار طراحی کن، پوشش و گویش و منش طراحی کن، اون بازتابه رو بگیر. یه وقتی که میگه نه آقای ناظری من قراره یه چیزی را به این شکل بفروشم، میگم نداره، درست گفته طرف بهت، اینجوری کت شلوار بپوش، اینجوری لباس بپوش، اینجوری عکس بگیر، تم بده، فلان کن، بیسار کن، چون تو روی گروه حساب کردی. یه خاطره ناچیزی بگم، خیلی بنزده میخوام سرتون درد میاد، ولی یکی از سازنده‌های بزرگ ایران منو دعوت کرد. گفت یه برجی رو ساختیم و خیلی براش هزینه کردیم. میخوام ببینم توی مارکتینگ این چیکار کنیم و تو میتونی تشخیص بدی مخاطبین که. رفتم اون برج دیدم، خیلی هم برج نبود، 12 طبقه، ولی چون سقف 4.2 متر بود خیلی بلند به نظر میرسید. ساختمونه 5 خوابه فول، نمیدونم سویت این سویت فلان، اینجوری بماند. بعد رفتیم بام که روف گاردنش نشون داد، بعد رفتیم پارکینگ، 3 طبقه پارکینگ، بعد رفتیم منفی 4 که انباری و بعد یه سری اتاق اونجا بود. گفتم اینا چی؟ گفت اینجا بعد از پارکینگ‌ها اینجا خیلی مستخدم دارن، این سویت‌ها واسه ما ساختیم. داشت یه اتاقکی بود و حمام دستشویی داشت. بعد که اومدیم بالا بنشینیم، می‌بشینی بخونم من نظرم بدم. گفت برای تو ما اینجا رو برای کی ساختیم؟ گفتم با یه تعداد آدم پولدار بیشور. گفت چرا اینجوری میگی؟ گفتم آخه اون آدم پولداری که حاضر باشه یک انسان طبقه منفی 4 لای ماشین و دود زندگی کنه حتما شعور نداره دیگه، حتما از انسانیت بوی نبرده، ولی پول داره. میخوای این بهتر شه، اون طبقه بالایی که برای یه سری انباری در دست درست کرده بودی یا انبار یا ذخیره‌گاه آشپزخونه کثیف به قول خودت، اینا رو بکن سویت اینا، اون انباری‌ها رو بر پایین. تو یه خود اوضاع درست شه، چون تو این ساختمون داری میگی ببین ما اینجا رو طراحی کردیم برای آدمی که این صفتو دارن. ببینید بعضی وقتا اشیا حرف میزنن. شرکتی اومده و میگه آقا ناظری ما پروژه مشتری مداری اجرا کردیم، میشه بیای ببینید. از در پارکینگشون رفتم تو، برگشتم بیرون، گفتم هنوز اجرا نکردیم. آقا ما هنوز به شما توضیح ندادیم. گفتم عزیز من همین که وارد در پارکینگ میشی اون جالا زده جایگاه مدیر عامل لطفا پارک نکنید، یعنی ما مهمیم، مشتری اصلا مهم نیست. تابلوی پارکینگ تو داره میگه تو کی هستی. اما اگه من در میادم تو در باز میشد دیدم بهترین جای پارکینگ زای جایگاه میهمان یا جایگاه مشتریان، میفهمیدم مثل اینکه شروع کردی. ولی تو بسم الله الرحمن الرحیم داری میگی من مهمم، بهترین جای پارکینگ مال ماست، بهترین مغازه مال من، نمیدونم بهترین چی مال من، دیگه شرمنده. دوست داشتم ادامه این بزنیم به سمت تجربه کاربری یو ایکس، ولی فکر نمی‌کنم دیگه فرصت بشه. بذارید دیگه اواخر مصاحبه. آقای دکتر شما تجربه‌های خیلی عجیبی دارین، یعنی اون تجربه‌ای که 8 سالتون بوده توی جوی آب پدرتون شما گذاشتن و گرمای خون کسانی که اونجا تو اون درگیری گوله خورده بودن رو شما حس کردین و احتمالاً هنوزم اینو هنوزم لرز می‌کنم بعضی وقتا. برای ما در 60 ها، یعنی مثلا در 60 هم اینا شوخی دیگه 70 80 90 که بماند، یعنی اصلا. و بعداً توی فکر کنم 16 سالگی تو جنگ بودین، تو عملیات گردن 5 بودین، اتفاقات این شکلی اینا با یه موقع دیگه خون خودم اسکن دیگه در 27 دهه 65 که زخمی شدم. تیر خوردین یا ترکش؟ همه رقم داشتن برای تیر داشتن بکشن. اینا منو میرسونه به یک کلمه خیلی خیلی مهم که به نظرم توی بیزینس هم خیلی مهمه، تو همه چی مهمه، و اونم ترسه. اینکه آدم‌ها با ترسشون باید چی کار بکنن.
اولا که کلا مثلا توی حالا هم دورانی که با داییتون کوکتل مولوتوف درست می‌کردین در دوره انقلابی، اون موقعی که تظاهرات شرکت کردین همون بود با عموتون ببخشید اون موقع ترس داشتین در دوره 8 سالگی؟ من بیشتر برام جامعه بازی داشت، یعنی چیزی خاصی یادم نمیاد. هیجان این که درگیر یه چیزی شدیم، وگرنه اون بلوغ این که داره انقلاب میشه یا انقلاب چیه، ترس که بالاخره داره صدا تیر میاد تو ممکنه هر لحظه آسیب 99% پدر رو میترسیدیم. یه درصد هم از تیر و ترکش و این چیزا، چون خدایگوز خیلی مخالف بود، مخالف بچه‌ها بود. یعنی همش هم به عمو محسن من داد و فقا میگه آقا به این بچه‌ها رو مثلا ول کن، مثلا بعد میگم من کارشون ندارم، مثلا رضا صابون رنده میکنه، چون من واقعا همین کار میکردم، صابون رنده میکردم که برای کوکتل مولوتوف، چون خودش بنزین کش میرفت از ماشینا، یا چون جایگاه بنزین اصلا بنزین نمیدادن به خاطر این موضوع، جرم بود. خواهر من پارچه خورد میکرد، بعد این یه نسبتی از این بنزین و صابون خلاصه تو این شیشه ریخته میشد و این فتیله بردم چسب مینداختن و این میشد کوکتل مولوتوف. ما در این حد مشارکت داشتیم. ولی وقتی که مثلا درگیری مثلا منطقه وحیدیه و اون جایی که ما بودیم نارمکینا زیاد شده بود دیگه، به قول خودم شده به حکومت نظامی و کودتا این چیزا، یا لجاجت شکستن کودتا حکومت نظامی خیلی ترسناک بود. یعنی ساعت 9 شب مثلا میگفتن آقا دیگه استانان حکومت نظامیه، ما همون موقع مثلا ببخشید شیطنت می‌کردیم می‌اومدیم تو خیابونا که مثلا نشون بدیم که آقا موفق نمیشیم. درکی از انقلاب مفهوم که مشارکت نداشتیم، ولی آره ترس داشتیم. ولی شما وقتی چند نفر میشید، بزرگتری همراهتون هست، مثلا عمویی هست، خواهر بزرگتری هست، کسان دیگر میبینی، یه خورده یا در تعارف یا بالاخره در این شرایط افت میکنه. خب بعد توی 16 سالگی که تشریف بردین جنگ، که اونجا که دیگه اونجا به شدت میترسیدیم. اونجا اصلا چجوری میشه که تو بعد چی رفتین شما که مثلا؟ رفتیم دیگه. ببینید باید صادق باشیم، من هیچ صدای گلوله‌ای نشنیدم که بسیار نترسیده باشم. یعنی اصلا اینجوری نیست، هیچ صدای زوزه خمپاره نیومده که ما شیرجه نزده باشیم از ترس. یا انقدر که تو منطقه جنوب مثلا عقرب و روتیل و این چیزا هم هست و تو کیسه خواب میرفتم خیس عرق میشدم، ولی دست و پام بیرون نمیبردم که بزنه. بسیار میترسیدم. یا یادمه یه بار مثلا گشت میرفتیم برای 2 ساعت، من برای 2-3 روز آذوقه برداشتم که این فرمانده ما خودی مرد میگفتش که این تو واقعا موجب وهن بسیجی بود، 2 ساعت میخوام بریم پیاده روی، تو برای 2 روز غذا نداشتی. گفتم آقا گم میشیم فلان. خیلی محتاط بودم. این تیکه از وجود من که ترس بود، مراعات بود، ملاحظه بود، یه چیزی بود. اون تیکه دیگه‌ای که شجاعت این شده بود که بیایم جنگ، بیایم جبهه، بغضی که به شهادت دوستان داشتیم، به خصوص بچه‌ای که در کربلای 4 از دست رفتن. پکیجش یا برآیند شده بود این که با یه آدم محتاطکار نسبتاً ترسویی که از هیچ مسئولیتی ولی شانه خالی نمی‌کنه. یعنی میگن گشته همچنان داوطلب. ولی از این چیزا که آقا مثلا چند نفر میخوام، برای ما پیش نمیاد. البته ولی من تو این چیزا دیدم که مثلا میگن آقا مثلا داوطلب میخوام بره رومین، اینا برای ما هیچ وقت پیش نمیاد. ولی اگه میگفتن احتمال قوی من کاندید نمیشدم. یعنی یه خود شبیه سازی میکنن، اصلا میگفتن آقا چند نفر میخوان من توی میدونی میریم، اصلا نمیرفتم. ولی چه میدونم گشت رفتم، چه میدونم زمانی که کربلای 5 شد بالاخره به مبارزه رفتیم. اصلا کلا اونجا بودن خود شجاعت میخواد، اصلا کاری نداریم که شما دارید چیکار میکنید. توی نبرد تن به تن هم بودین شما، یعنی که مثلا طرفو ببینید اون کسی که داره باش میجنگین، چون من به نظرم تجربه عجیبیه. آره چش تو چش نه، ولی برای دیدیم که مثلا تو سنگر روبرو آدم دیدیم، ولی اینکه مثلا دقیقاً تن به تن چش در چش خیر. لحظه مجروح شدنتون رو یادتونه؟ آره چیز خیلی پیچیده نبود. این سینه‌خیز می‌خواستیم یه منطقه رو عبور کنیم، رگبار دشمن بود که تیر به ناحیه پهلو و کمر و باسن من از در 3 ناحیه در واقع اصابت کرد که خیلی هم تیر فیلم در رفته. یعنی یک میله رو بکنن توی آتش، داغ که شد بکنن در بدن کسی و بچرخونن و با سرعت. آره یعنی من دقیقاً اولیش هم خیلی دردم بود، دوم سومی که من خوردم انگار که دل لگد میزنه. یعنی چیزی که یادمه ضربش بیشتر یادمه، چون انقدر اون اولی به نظرم سوزش سوختگی، چون
واقعا مثلا آتش میگیره واسه درد. چون مثلا ما دندون دردم شدیم کمر درد دیسک کمر اینا داشتیم، ولی گلوله آتش میگیره انسان، یعنی واقعا احساس میکنی که گلوله مذاب واقعا وارد تنت شد و خنک هم نمیشه. خیلی بیهوش هم نشدی؟ نه خب چی فرصت نیست. من اتفاقا یادگاری که اینجا دارم یه جای کوچولوی زخمه که این خیلی بیشتر بر من دردناکه. اونم لحظه‌ای که اون بهیار نازنین برگشت گفت این نمیمونه و یکی نه دست من کن این آژیو کتو و دستم زخم شد و فقط پر بودم موندم دیگه. ولی صحنه خیلی دردناکی بود که یکی کسی که بالا سرم بود من قطع امید کرد. اون صحنه خیلی صحنه خاصیه. لازمه که شما زخمی میشید همینجوری حوادث میرن، اخبار میدونم خاطرات میرن یا هزار تا چیز میاد، ولی هیچ کس در اون لحظه نمیخواد بمیره. من دیدم دیگه دوستای خودمون بودیم دیگه، همه دنبال نجاتن، دنبال جنگیدن برای زنده ماندنن. این شکلی که کسی تسلیم شده باشه که خدا رو شکر من الان خونریزی کردم چند دقیقه دیگه هم شهید میشم، این شکلی ها نیست. حالا شدیم که شدیم چه بهتر، ولی نه من نه در دوستان زخمی دیگه همه جنگیدیم برای اینکه زنده بمانیم. خب برای چی باید بیهوده جان میدادیم؟ کشتی و بوکس هم باز همین یه جورایی انگار اول از همه مبارزه با خوده ها، یعنی یه جوری انگار اول از پس خودش بر بیاد، مثل همون جنگه که شما باید اول از پس خودت انگار بر بیاد. که این از تهرانی که هیچ خبری توش نیست تقریبا. آره اونم شاگرد اول مدرسه ای مثلا، یعنی این شکلی نیست که خیلی بچه تنبلم باشی بخواد مدرسه دری. ولی خب فضا اینجوری بود که من مثلا دو تا از دوستای صمیمیم، شهید سهیل فصیح، شهید محمد رضا حاجیلو، مثلا چند ماه بود شهید شده بودن، هم مدرسه‌ای و هم نیمکتی من. شاید کفش 50% انگیزه واسه که رفتن جنگ آدم حس انتقام جویی بهش دست و یه حس بی‌تفاوتی که ایوان اینا چیشون، من اینا چه مشکلی داشت. او که خدا بیامرز سهیل فصیح بچه بسیار درس خونی بود. محمد رضا حاجیلو هم اینجوری بود، ولی سهیل فصیح چیز دیگه. یه جوری بهانه ازم ساقط شد. یعنی تو همون سن 16 سالگی فهمیدم که آقا من به چه مناسبت نباید برم بجنگم. به چه مناسبت؟ بگم همسنای من نمیرن که همین دو تا هم مدرسه من رفتن. بگم نه من درسام بخونم بیشتر خدمت میکنم که من درس خوندنش رفته. ازم ساقط شد. کشتی و بوکس توی بیزینس کاری که خودتون لازم حرفه‌ای میکنین کمکتون کرد؟ لحاظ روحیه‌ای که ایجاد میکنه؟ چه می‌دونم خود کتک خوری ارتقا پیدا میکنه. زمانی که قوی میشید و میتونید درگیر نشید به اون حالت تحملتون، تاباوریتون و بخشندگیتون کمک میکنه. خیلی از آدمای غیر بخشنده اتفاقا آدم بسیار ضعیفی هستند. بخشش صفت آدم قویه. وقتی شما ورزش میکنی قوی میشی، مدال میگیری و خیلی راحت میشی. من یادم مثلا اولین باری که یک مسابقه رو خیلی خوب از پسش در اومدم تو منطقه، خیلی آرومتر شده بودم. حس میکردم الان من نباید اصلا با کسی دعوا کنم. کسی منو هولم میداد گفتم هول داده دیگه. یه همچین حالتی شما میشید. به همین خاطر که باز از پدر خودمون نقل میکنم. میگه به میزانی که ضعیفا رو تحویل میگیری قوی، به میزانی که فقط قوی‌ها رو تحویل میگیری ضعیفی. قوی باش بابا جان. یعنی بر رو به پایین دستگیر باشی. بعضیا ماشاءالله نه، واسه آدمای زیردستشون خیلی قول دارن، واسه بالا دستا بسیار نرم و منعطف و شیرین. اتفاقا برعکسه، بعد نسبت رو به بالا مگه بیادب باشی، محکم باشی، رو به پایین اتفاقا انعطاف ولی خود راحت بگیری، سخت نباشه. سوال آخرم راجع به مرگ بپرسم. مرگ چیه به نظر شما؟ چیز خاصی نیست، توشیم. خالق مرگ خالق زندگی هم هست و هیچ کسی نه از کیفیتش نه از زمانش مطلع نیست. به قول مرحوم هوشنگ گپتاش که من عاشقش بودم واقعا، میگفتش که مرگ رو برای چی باید بترسی وقتی پیش میاد تو نیستی که بخوای بترسی ازش، شدم باش مواجه نمیشی اصلا. یه چیزیه پیش میاد و به قول خودمون زمانیش هست. حتی آدم روح اعتقاد داشته باشه که تو هستی که آره هستی. اون تیکه‌ای که ما بهش معتقدیم اینه که این یه سفره، یه جای شروع شده، یه ایستگاهی سوار شد، یه ایستگاهی پیاده میشی تا برسی به اون جایی که میخوان این کارنامه رو ارزیابی بکنن. اون خیلی ترسناکه، اون خیلی
یعنی خود مرگ چیز خارق العاده نیست، مثل زنگیه که مثلا میگن آقا دیگه برگا رو بگیرید بالا. اون چیز خیلی ترسناکه نیست. موقع دادن کارنامه‌اش تا آره اون موقعی است که میخواد تصحیح بشه و تکلیف شما روشن بشه، اون خیلی ترسناکه. حالا ما میتونیم یه کاری بکنیم، طوری زندگی بکنیم که اتفاقا منتظرش باشیم زودتر برسد، نه زودتر مرگ اون برسد. زودتر میگیم آقا بذار نتایج اعلام شه، ان شاءالله نتایج زودتر بیاد، ان شاءالله نتایج زودتر بیاد. نشون میده تو یه کاری کردی، یه تلاشی کردی. مرگ در واقع اون لحظه دردناکیش اونجاست که دیگه فرصت‌ها تموم شد. ولی برای بعضی‌ها میتونه شیرین باشه که ای بابا چیز تموم شد، امتحانات تموم شد. چون کلش ما در حال امتحان دادنیم دیگه، رفتنون میشیم، صبح ظهر شب داریم امتحان میشه، امتحان شفاهی، امتحان کتبی، چه می‌دونم با رانندگی، با نشستن، با خوردن، با آتش، با هر چیزی. انشالله برای شما عمر طولانی باشه و پربرکت. سلامت باشین. اگه نکته‌ای هست باقی مونده بفرمایید. نه خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم انشالله که این گفتگوهایی که شما با افراد انجام میدید منجر بشه به این که این تبادل خاطرات، تجارب و هر چیزی که هست از هممون یه آدم کاملتر بسازه. و میگم به شنوندگان عزیزم این توصیه رو دارم که ورودی‌های مختلف داشته باشید. هیچ چیزی بهتر و کاملتر عقل خودتون نیست. خوباشو بگیرید، بعداشو کنار بذارید و بعد مکتب خودتون رو بسازید. ما هیچ کدوم قرار نیست شب و یکی بشیم. اولا که هیچ کدوم کامل نیست. دو اینکه کاملتر از تو نسبت به استعداد تو وجود نداره. ممنون از شما. لطف شما زیاد. سلام. لطف لطف کردین، خیلی ممنون.